نام کتاب یگانگی و جدایی. نویسنده رامین کامران. راوی مینا درگاهی. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com پیشگفتار. 3 دهه بعد از انقلاب اسلامی و ناشنیده ماندن سخنان بختیار که عبارت دولت لاییک را در فرهنگ سیاسی ایران مستقر ساخت و ایرانیان را از تن دادن به حکومت مذهبی برحذر داشت، این اصطلاح رایج شده و فکر جدا کردن دین از دولت در بین نیروهای سیاسی طرفدار دموکراسی صورت بدیهی ترین مطالبه را گرفته است. راه خلاصی از نظام اسلامی از همان روز تولد این نظام روشن بود، ولی تا همه به این مسئله عنایت کنند و جسارت پا نهادن در این راه را بیابند چند دهه طول کشید. امروز بسیار از جدایی دین و دولت سخن می رود، ولی این عبارت برای اغلب کسانی که به کارش می برند فقط در بعد منفی خود خلاصه می شود و مترادف خواستاری سقوط نظام اسلامی است. این موضع هم درست است و هم لازم، چون خواست این جدایی موجه‌ترین و مؤثرترین شعار برای ساقط کردن حکومتی است که نفیش کرده است. ولی اگر حرف در این حد بماند، بسیار محدودتر از آن خواهد بود که بتوان برنامه سیاسی تلقیش کرد. فقط شعاری خواهد بود برای سرنگونی. ساقط شدن نظام فعلی نقطه شروع جدایی خواهد بود، نه نقطه ختام آن. باید از همکنون برای دوران نوینی که به این ترتیب افتتاح خواهد شد چاره اندیشید، چون فردای براندازی برای این کار دیر است. امری به اهمیت تعریف دوباره رابطه دین با دولت کاری نیست که بتوان با سراسیمگی انجام داد یا به دست حوادثش سپرد. باید با دقت و احتیاط درباره آن عمل نمود و نمی باید تحت هیچ عنوان سهلش انگاشت. برای ارزیابی درست موقعیت تاریخی فعلیمان و عمل درست باید از 2 جهت دیدگاه خیش را وسعت ببخشیم. اول از بابت مقایسه قدرتگیری اسلامگرایان در ایران نه تنها شکل اختلاط سیاست و دین است و نه رایج‌ترین شکلش. برای تحلیل درست آن باید اشکال دیگر این اختلاط را نیز در نظر آورد. دوم اینکه نمی بایست فقط در اندیشه ختم وضعیت فعلی بود. باید به دورتر نگریست و برای سقوط نظام اسلامی راه حلی برای رابطه دولت و دین در ایران فردا جست. موضوع کتاب حاضر تحلیل مقوله جدایی است و سپس روشن کردن این مطلب که پس از سقوط نظام اسلامی جدایی چه شکلی باید و میتواند در ایران بگیرد. در همین ابتدا بگویم که جستن راه همزیستی مسالمت‌آمیز دین و دولت در ایران فردا حریف امروز را راضی به ترک مسالمت‌آمیز قدرت نخواهد کرد و وظیفه براندازی را از عهده ما ساقط نخواهد نمود. براندازی میانبر ندارد. یگانگی و جدایی 4 بخش دارد. موضوع بخش اول بررسی یگانگی مذهب و سیاست است. اول چنان که فرض برخی نظریه پردازی‌های مردم شناسی قرار می‌گیرد یا در توصیف بعضی جوامع ابتدایی به کار گرفته می‌شود. سپس تحلیل صورت‌هایی که
کوشش برای احیای این یگانگی در جوامع مدرن به خود می‌گیرد. بخش دوم، خطوط گسستگی را که جدایی در امتداد آنها واقع شده است از نظر می‌گذراند. امروز هر کوشش برای احیای یگانگی حول همین خطوط تنش می‌آفریند. بخش سوم به تحلیل دو قطب اصلی جدایی که دو اقتدار سیاسی و مذهبی است اختصاص دارد. دو عاملی که ماهیت این دو اقتدار را تعیین و از هم جدایشان می‌کند در مرکز بحث قرار گرفته است. موضوع بخش چهارم ترتیبات عملی جدایی است. اینکه دولت چگونه باید مذهب پالایی شود، اینکه تحقق جدایی مستلزم وجود چگونه سازمانی در بین روحانیت است و اینکه چگونه دولت میتواند جدایی را تحقق ببخشد. نگرش تاریخی و جامعه شناسانه‌ای که در باب تمایز حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی در این نوشته به کار گرفته شده، برگرفته از نظریه پردازی‌های استاد عزیز و گرانقدرم ژان بشلر است. سایه‌ای است از بنای رفیعی که وی طی عمری پژوهش پی افکنده. دین من به او بسیار و این یادآوری بی‌مقدار. چند کلمه درباره کلمات. امروز ایرانیان برای بیان رابطه‌ای که طالبند بین مذهب و سیاست برقرار گردد از اصطلاح جدایی دین و دولت استفاده می‌کنند. بیفایده نخواهد بود اگر بحث را با حلاجی این عبارت شروع کنیم، نه به قصد پیشنهاد تغییر آن، بلکه از این جهت که آغاز مناسبی است برای شکافتن مطلب. عبارت جدایی دین و دولت که در زبان فارسی رایج گشته و مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد، از زبان‌های اروپایی اخذ شده، ولی تفاوت بین اصل و ترجمه آشکار است. عبارات فرنگی بر اساس قرینه دقیقی درست شده، در هر دو مورد وجه سازمانی دو پدیده‌ای که قرار است از هم جدا شود برجسته شده و مورد تأکید قرار گرفته است. ولی در عبارت فارسی اینطور نیست و قرینه کامل نیست. دلیل این که ترجمه فارسی درست منطبق با اصل نیست و از نبود معادل لغوی عمیق‌تر است، نبود معادل تاریخی است. دولت و سازمانش از پدیده‌های کهن و آشنای تاریخ ایران است، ولی آن نوع سازماندهی منتظم و مستقل مذهبی که با کلیسا، مقصود کلیسای کاتولیک است، قابل مقایسه باشد در تاریخ ایران معادلی ندارد و طبعاً نام مشخصی هم ندارد که بخواهیم در ترجمه به کارش ببریم. در مواردی که روحانیان اسلام سازمان واحد و نسبتاً متمرکزی داشتند، فرضاً مورد صفویه یا دولت اسلامی فعلی، این سازمان یا شاخه‌ای از دستگاه دولت بوده یا اینکه اساساً با کل این دستگاه یکی فرض شده و از آن مستقل نبوده است. اگر در عبارات فرنگی که ذکر شد وجه سازمانی این دو شعبه مهم حیات اجتماعی انسان مورد توجه قرار گرفته است، چند دلیل دارد. کلیسا و دولت والاترین شکل‌های سازمانیابی دین و سیاست است، چون هم متمرکز است و هم رابطه افراد را با مرکز اقتدار به طور مستقیم و فارغ از وساطت هر گروه اجتماعی دیگر سازمان می‌دهد و هم بیشترین اسباب تمایز و تشخص سیاست و مذهب را فراهم می‌آورد. دلیل دیگر این است که کشمکش بین سیاست و مذهب با برآمدن این دو شکل سازماندهی بود که در اروپا شکلی گرفت و چند قرن طول کشید تا به آن جدایی که امروز برای ما آشنا و سرمشق عمل شده برسد. در تاریخ ایران دعوا به صورت کشمکش بین دو قانون عرف و شرع بروز کرده، نه دو سازمان. مفاهیمی را که از اروپاییان اخذ می‌نماییم بار تاریخی خود را نیز به همراه می‌آورد که باید بدان آگاه بود.
لزوم تقارن. وقتی می‌خواهیم از جدایی دو پدیده صحبت کنیم، می‌باید این دو در یک سطح باشد، وگرنه در متمایز ساختن آنها دچار مشکل خواهیم شد. مشکلی که در بسیاری بحث‌های مربوط به جدایی شاهدیم. از دین و دولت نمی‌توان در سطح مفهومی و نه به عنوان پدیده تاریخی قرینه معقولی ساخت. عبارت دین را می‌توان به بعد مذهبی حیات مردم در تمامی جوامع بشری اطلاق نمود، ولی دولت فقط به شکل معین و محدودی از سازماندهی سیاسی این جوامع اطلاق می‌گردد. به علاوه اگر قدمت پدیده دین به اندازه تاریخ است، دولت پدیده است به تناسب متأخر. اگر اصرار داشته باشیم که حتماً از دین و دولت سخن بگوییم، عبارت جدایی دین از دولت که مفید معنای جدایی است ولی قرینگی را فرض نمیگیرد دقیق تر خواهد بود. ولی نکته اصلی اینجاست که جدایی دین از دولت خود در نهایت به جدایی دین از سیاست راه میبرد و معنا و برد خود را از این جدایی مفهومی و اساسی میگیرد. قرینه درست این است یادآوری کنم که مخالفان و موافقان جدایی هم برای بیان موضع خویش به کرات از قرینه اخیر استفاده کردند. در صدر مشروطیت خواست جدایی با عبارات اخراج دین از سیاسیات یا انفکاک قوه مذهبی از قوه سیاسی بیان شده که ظاهرشان قدری خاک گرفته می نماید، ولی معنایشان تر و تازه و روشنی و صراحتشان در خور اعتناست. فریدون آدمیت این عبارات را در ایدئولوژی نهضت مشروطیت نقل کرده است. امروز هم پیروان خمینی معتقدند که دیانت و سیاستشان یکی است. خوشبختانه کلمات لایسیته و سکولاریسم برای بیان خواست جدایی رایج شده و جا افتاده است. ولی همیشه با دقت لازم به کار نمی رود. در این باب که چرا اولی را بر دومی مرجع می شمارم در اینجا توضیحی نمی دهم، چون مطلب را به اندازه کافی در مناسبت‌های دیگر شکافتم. یادآوری کنم که قصد من از ذکر نکات بالا به هیچ وجه نهی از کاربرد اصطلاح جدایی دین و دولت نیست. این عبارت بسیار رواج گرفته و خود من هم مانند بسیاری دیگر دائم به کارش میبرم. قصدم جلب توجه خوانندگان به مفاهیم بنیادی است که ورای این اصطلاح قرار دارد تا مقدمات بحث آماده شود. به کار گرفتن اصطلاحات رایج و گاه غیر دقیق که همه ما در همه زبانها می‌کنیم به خودی خود عیبی ندارد، به شرطی که اسباب ابهام و اغتشاش فکری نشود. رفع این مشکل هم فقط با عوض کردن لغات و معادل سازی که در نظر برخی آسانگیران حلال مشکلات می نماید صورت نمی پذیرد، بلکه با کاویدن معنای آنها حاصل می گردد. در این کتاب کلمات دین و مذهب کمابیش به صورت مترادف به کار رفته است و دومی بسیار بیش از اولی. دلیل این امر ندرت مواردی است که حاجت به تمایز تکنیکی مذهب از دین بوده و دیگر این که کلمه مذهب در ترکیب سازی، هنر مذهبی، بنای مذهبی، سازمان مذهبی و غیره نرمش بیشتری دارد تا کلمه دین. سراب یگانگی یک رشته وجه اشتراک اساسی بین سیاست و مذهب هست که پایه اختلاط این دو است و گاه در راه جدایی اینها اشکال ایجاد می کند یا سودای یکی کردنشان را در سر بعضی می اندازد. هر دوی اینها متوجه است به هدف غایی. هر دو اقتداری برقرار می سازد که مرجعی نهایی دارد و مفهوم نمایندگی را به کار می گیرد. این هر دو اقتدار رشته هنجارهایی را به جامعه عرضه و گاه تحمیل می کند.
هر دو برای عمل کردن محتاج سازماندهی است و در نهایت هر کدام گروهی انسانی را تحت پوشش می‌گیرد و از نظایر خویش متمایزش می‌سازد. تصور و نه الزاماً تحقق یگانگی این دو آسان است. شروطش را از نظر بگذرانیم. در واحدی سیاسی که مرز سیاسی و مذهبیش با دیگر انسانها یکی باشد، یعنی دین خاص خود و متفاوت با دیگر جوامع را داشته باشد و همه اعضایش پیرو این دین باشند. نظام هنجاری درون جامعه واحد و منسجم باشد. قدرتی که در دل این جامعه اعمال می گردد توسط یک نفر یا گروهی یک دست و به طور مستقیم و بیواسطه اعمال گردد و یگانه و بی‌رقیب و همزبان مذهبی و سیاسی باشد. منشأش واحد باشد و اعمالش در نهایت متوجه به هدف غایی واحدی باشد. جمع آمدن این شرط‌ها بیان یک دستی مطلق جامعه است و تصویر جامعه‌ای به غایت ابتدایی را به ما عرضه می‌دارد که در نظریه‌های مردم شناسانه ساخته و پرداخته شده و از آنجا به حوزه ایدئولوژی سرایت کرده. این وصف آرمانی یکی شدن دین و سیاست است، از دید کسانی که خواستار یگانگی این دو هستند. می‌دانیم که در آرمان پردازی‌های اجتماعی بسا اوقات تصویری از جوامع بدوی نقش الگوی آرمانی را بازی می‌کند. الگویی که قرار است با تحقق دوباره آرمان حیات نو پیدا کند. مارکسیسم و فلسفه تاریخش که از کمون اولیه شروع می‌شود و به جامعه بی طبقه کمونیستی ختم می‌گردد، آشناترین مثال از این قماش است. البته میزان موفقیت حکومت‌های مارکسیستی در راه تحقق ایدئالشان نیز معرف حضور همه هست و شاهد خوبی است برای کارایی عملی این قبیل ایدئولوژی‌ها. قدرتگیری خواستاران وحدت دین و سیاست نیز چنان که در ایران شاهدیم به هیچ وجه مترادف پیدایش جامعه یک دستی نیست که توصیف شد و اصحاب خمینی ندای احیایش را سر دادند. در حکم رفتن آنها به دنبال تحقق این الگوست به کمک امکاناتی که در اختیارشان قرار دارد و در صدر آنها خشونت. میزان موفقیت گروه اخیر را نیز همه شاهدیم. اضافه کنم که یگانگی مطلق فقط در جامعه‌ای بسیار کوچک قابل تحقق است. جامعه‌ای که در آن فرمانده بتواند هم شاه هم موبد و هم داور باشد تا نه در باب منشأ قدرت مناقشه‌ای پیش بیاید، نه در باب اهداف غایی اختلافی زاده شود، نه تفاوتی بین هنجارها و فرامین سیاسی و مذهبی پیدا شود و علاوه بر همه اینها سازماندهی قدرت سیاسی و مذهبی عملاً به رابطه مستقیم فرمانده و فرمانبران ختم گردد و به عبارت دقیق تر اصلاً سازمانی در کار نباشد. در طول زمان سه عامل سیاست و مذهب را به سوی متمایز شدن رانده است. طبعاً این امر باعث نگشته تا جدایی این دو به معنایی که ما امروز اراده می کنیم خود به خود برقرار بشود، ولی عملی شدن آن را تسهیل نموده است. اول از همه گسترش حجمی جوامع بشری که معمولاً با تنوع اجزای آنها نیز همراه بوده است. عامل دوم عبارت است از تقسیم کار اجتماعی که با گسترش جوامع همراه است و امیل دورکهیم آن را شاخص اصلی تحول جوامع بشری از ابتدای پیدایش تا به امروز می شمارد. سومی هم آزادی خواهی است. این سه عامل که دوتای اولشان تابع اراده کسی نیست و سومی برخواسته از اراده افراد بشر است، شرطهای یگانگی را از میان برده و میان سیاست و مذهب شکافی انداخته که روز به روز فراختر شده و در نهایت نه فقط جدایی رسمی آنها را ممکن کرده بلکه حتی لازمش آورده است.
گسترش جوامع از یک دستی آنها کاسته و همزمان حفظ رابطه مستقیم بین فرمانده و فرمانبران را منتفی نموده و محتاج واسطه هایی کمابیش سازمان یافته کرده است. تقسیم کار که تخصص در هر فعالیت را روز به روز لازمتر می آورد، جلوی یکی شدن این سازمان ها را گرفته است و آزادی خواهی هم در جهت جدایی هرچه بیشتر سیاست و مذهب عمل کرده است. روشن است که وقتی یگانگی سیاست و مذهب در عمل موجود باشد، در همان جامعه بدوی فرضی صحبت از خواستاری آن جایی ندارد. با پیدایش تمایز و پیشرفت جدایی است که فضایی برای نگرانی پیدا می شود و هرچه تنش بین دو طرف بیشتر و شکاف بین آنها عمیق‌تر گردد، گفتارهای ایدئولوژیک مجال بیشتری برای ترویج محاسن یگانگی می یابد. ما قرن‌هاست که از آن جوامع بدوی دور افتاده ایم. بنابراین هر جا که با خواست یکی شدن سیاست و مذهب طرفیم، شاهد کوشش برای یکی کردن دو پدیده‌ای هستیم که از نظر مفهومی و منطقی همیشه متمایز بوده. قرن‌هاست که بینشان شکاف افتاده و در بسیاری جوامع نه فقط عملاً که رسماً از هم جدا شده است. در شرایط امروز که وحدت به معنای دقیق و کاملش ممکن نیست، هر گونه خواست یگانگی در نهایت به برتری یک از دو طرف کشمکش بر دیگری می انجامد، نه به یکی شدن آنها. تصوری که ایرانیان از اختلاط سیاست و مذهب دارند چنان که منطقی است، برگرفته از منظره سیاسی فعلی کشورشان است. چنگ انداختن روحانیان بر دستگاه دولت و به خدمت گرفتن آن در جهت اجرای احکام شرع. ولی اگر بخواهیم این اختلاط را که یکی از کهن‌ترین معضلات تاریخ بشر است به درستی بسنجیم، باید از این نمونه نسبتاً نادر فاصله بگیریم و افق دید خود را بگشاییم و به خصوص این نکته را مد نظر داشته باشیم که تجدد مسئله رابطه سیاست و مذهب را خود به خود حل نمی کند. فقط آن را در قالب جدیدی مطرح می نماید که راه حل‌های خاص خود را می طلبد. همانطور که پهنه نظام‌های سیاسی عصر جدید فقط به دموکراسی لیبرال محدود نیست، شکل‌های جدید رابطه دین و سیاست هم تنها به لایسیته و جدایی ختم نمی‌گردد. قبل از پرداختن به اشکال این رابطه ببینیم که اصلاً انگیزه اختلاط چه می‌تواند باشد، چون باز برخلاف آنچه که منظره ایران اسلامی به ذهن ما تداعی می‌کند، فقط اهل مذهب نیستند که خواستار اختلاطند. سیاستگران هم به دلایل مختلف می‌توانند طالب این امر بشوند. باید موضع هر دو طرف را سنجید. سیاست از مذهب چه می‌طلبد؟ اول چیزی که سیاست از مذهب می‌طلبد اعتبار ارزشی برخاسته از تقدس است. صفت مقدس نزد عموم مردم، چه مؤمن و چه غیر از آن، بیانگر اعلای درجه ارزشی است که میتوان بر چیزی اطلاق نمود. تقدیس در عرف عام و خارج از معنای تکنیکی آن مترادف ارجمند شمردن به بالاترین حد است. میبینیم که استفاده از واژگان مذهبی برای ارج نهادن به چیزی یا کسی یا غیره بسیار رایج است و شاید رایج‌ترینش مورد استفاده از صفت شهید باشد در حق کسانی که قرار است در راه حق جان باخته باشند. سیاست بسا اوقات طالب بهره‌وری از همین ارزش است، محض استفاده ایدئولوژیک و مشروعیت یابی. دوم متاعی که تقدس میتواند به سیاست عرضه کند قدرت است، به طور مستقیم یا غیر مستقیم. اول از همه تشویق و بسیج و تهییج مؤمنان است به عمل کردن در جهت خواست دولت. اعتقاد مذهبی سرچشمه نیرویی است که میتواند در راه‌های غیر مذهبی هم به کار گرفته شود.
می‌بینیم که اصحاب حکومت اسلامی چه اندازه از شور حسینی لاف میزنند و در حفظ و تحریکش میکوشند. دوم اینکه یک دستی مذهبی در جامعه واحد سیاسی را تقویت می‌کند و امکانات عمل دولتی که خود را نماینده یا مدافع مذهب معرفی می‌کند افزایش می‌دهد. نقطه اوج فرضی تقویت این است که مذهب همه اعضای جامعه یکی و با دین و مذهب دیگران متفاوت باشد تا مردم خود را هرچه بیشتر به یکدیگر وابسته و از دیگران بیگانه به حساب بیاورند. هر جا چنین یک دستی در کار باشد مورد بهره برداری واقع می گردد و هر جا هم نباشد ایجادش می تواند در برنامه کار حکومتی که سودای بهره برداری از آن را دارد قرار بگیرد. در آخر باید به امید بهره‌وری مستقیم از قدرت تقدس نیز اشاره کرد. از دید آنهایی که اعتقاد مذهبی دارند تقدس واجد قدرت مطلق است و آن چیزی است که نه تنها سرنوشت بشر که وجود و عدم کون و مکان را رقم می‌زند. تصور این که می‌شود با نگاه داشتن حرمت تقدس و ابراز ارادت به آن از نیروی بیکرانش بهره برد بسیار رایج است و مطلقاً محدود به حکومت‌هایی که ما به هر دلیل خرافاتی محسوب می‌کنیم نیست. می‌بینیم که گاه روحانیان یک کشور در هنگام سختی و برای رهایی از مشکل به ابتکار خود و یا به خواست حکومت دست به دعا برمی‌دارند. حکایت استالین و درخواستش از روحانیان ارتدوکس برای دعای نجات از دست ارتش آلمان نازی برای همه آشناست و از خاطره‌های شیرین ماتریالیسم سوسیالیستی است. مذهب از سیاست چه می‌طلبد؟ آنچه که مذهب از سیاست می‌طلبد ارزش و مشروعیت نیست، قدرت است. قدرت موجود و بالفعل، محض اعمال برتری. قدرت برخلاف تقدس مقوله است بسیط و تک‌وجهی و خاصیتش کارآمدی است. کارآمدیش هم ارتباطی به اعتقاد داشتن یا نداشتن به آن ندارد. از آنجا که قدرت در تمامی زمینه‌های حیات بشر کاربرد دارد، میتوان عملاً در همه موارد از آن بهره گرفت. روحانیان که در داد و ستد با اقتدار سیاسی نماینده مذهب هستند، به این طریق برای خود و مذهبشان که در عمل از یکدیگر جدایشان هم نمی‌شمرند امتیاز می‌گیرند. در این میان آنچه نصیب مذهب می‌گردد پشتیبانی محض توسعه است، همراه با پسراندن رقبا. با همراهی قدرت سیاسی است که مذهب در همه جا رخنه می‌کند و رنگ خود را به همه چیز می‌زند. مردم به این ترتیب است که تشویق و گاه مجبور به گرویدن به یک مذهب خاص می‌گردند و بر شمار پیروان آن می‌افزایند. به علاوه روحانیان از هر امتیازی که ارزانی مذهب بشود سهم می‌برند. امکانات مالی آنها بیشتر می‌شود، نفوذشان افزایش می‌یابد، بر تعیین سیاست دولت تأثیر می‌گذارند و تعداد پیروانی که به هر صورت برای جستن راه درست رستگاری و زندگانی در همین جهان و گاه صرفاً از سر ناچاری روی بدانها می‌آورند فزونی می‌گیرد. با این همه نباید فقط به روحانیان چشم دوخت و سهم پیروان مذهب را از قلم انداخت. نزدیکی بین مذهب آنها و قدرت سیاسی به شهروندان درجه یکی تبدیلشان می‌کند که بیش از دیگران صاحب حق هستند. از بابت حقوق سیاسی و گاه مدنی و نیز فرصت‌های گوناگون شغلی و غیر از آن. ممکن است امتیازات به دست آمده ناچیز باشد، ولی برای جویندگان برتری هیچ امتیازی چشم پوشیدنی نیست. avogaboo.com پیگفتار. قبول این که لایسیته یعنی استقلال دو اقتدار از یکدیگر
و لازمه برقراری این امر فراهم آوردن اسباب استقلال روحانیت شیعه است، احتمالاً در نظر برخی از خواستاران جدایی غریب یا حتی غیر قابل قبول خواهد نمود. ولی اگر انگیزه های این واکنش منفی را از نظر بگذرانیم، خواهیم دید که استحکام چندانی ندارد. بعضی صرفاً به دنبال ذلیل کردن روحانیت هستند. لایسیته را وسیله این کار تصور می کنند و استقلال گروه اخیر را مانع کار می بینند. در ظلم بی حدی که به دست اسلامگرایان بر مردم رفته شکی نیست و نباید از یادش برد، ولی باید در عین خواستاری مجازات مسئولان از انتقامجویی آن هم به این شکل کلی احتراز جست. ذلت مادی یا معنوی روحانیان به نفع هیچ کس نیست، چون همه به نوعی تاوان آن را خواهند پرداخت. ما در بهمن 57 بهای عقب ماندگی کلامی و سیاسی روحانیت شیعه را دادیم که طرح سیاسی فاسد خمینی را به طمع برتری اجتماعی پذیرفت و دنبال ایجاد حکومت فاشیستی رفت. ذلیل کردن و عقب نگاه داشتن روحانیت چاره مشکل نیست و فقط هم این گروه را تحقیر نمی کند، لکه‌ای خواهد بود به دامان همه ایرانیان. هر بخش مردم مملکت که عقب مانده باشد وزنه است بر پای باقی که در موقعیت بهتری قرار دارند یا تصور می کنند که دارند. شاید عرضه این حرف از سوی کسی که طرفدار جدی لایسیته است برای برخی که تصوری ساده از این مشی فکری دارند عجیب جلوه کند، ولی لایسیته نه خفیف کردن دین است و نه خفیف کردن روحانیان و نه خفیف کردن مؤمنان. جدایی است به معنی استقلال از ورای ترسیم مرز معقول. روحانیت هرچه باسوادتر، فهمیده‌تر، پیشرفته‌تر، منظمتر، سازمان یافته‌تر و مستقلتر باشد، هم به لایسیته کمک می کند و هم برای کل کشور بهتر است. تصور نکنیم که فقط ما، حال این ما هر گروهی باشد، در مملکت گل سرسبدیم و دیگران چیزی به حساب نمی آیند. نباید دیگران را پست خواست و پست کرد، چون دامان همه به این پستی آلوده خواهد شد. کافی است به اطرافمان نگاه کنیم. کدام کشور پیشرفته است که روحانیتش عقب مانده باشد؟ و اگر ترتیب معقول کار این است، چرا ایران باید از دیگر کشورها مستثنا گردد؟ میدانم که پذیرفتن این حرفها در حال حاضر مشکل است، ولی باید به فکر آینده مملکت بود، از آنجا که اجرای این برنامه مربوط است به بعد از براندازی، احتمالاً تا زمان اجرایش آتش خشم و آتش انتقامجویی مردم قدری فروکش خواهد کرد و فرصتی برای عمل خونسردانه فراهم خواهد آورد. ولی در هر صورت حرف درست را باید از همین حالا زد تا ذهن مردم آماده شود و دنبال خیال پردازی های نامعقول و بد عاقبت نروند. قاطعیت در براندازی همانقدر لازم است که طرح درست و معقول برای تحقق و تداوم جدایی. برخی از لایسیته به بند کشیدن روحانیان را می طلبند تا این گروه باز به فکر حکومت نیفتد. ولی در بند کردن یک گروه اجتماعی در حد روحانیت که دارای کارکردی روشن و ثابت است معنای درستی ندارد. یا خود این گروه امکان خواهد داشت تا نقش اجتماعیش را به درستی بازی کند که استقلالش از اقتدار سیاسی شرط مهم این کار است، یا اینکه در پی ممانعت از فعالیت روحانیت کارکردش بر عهده کسانی خواهد افتاد که صلاحیتشان از روحانیان برای این کار کمتر است و به دلیل اینکه توجه همه به محدود کردن گروه اخیر معطوف گشته به طریقی نامنضبط و حتی خطرناک به انجام آن اقدام خواهد نمود. دست فروش های تقدس بسیارند و هر جا مشتری باشد بساط خود را به سرعت می گسترند و کارشان از هر روزخوانی بی حساب و کتاب تر است.
جدایی درست آنی است که راه را بر سودای حکومتگری روحانیان ببندد به طریقی بنیادی و منطقی، نه صرفاً به اتکای زور، ولی دست روحانیت را در اداره مذهب باز بگذارد. یکی دیگر از دلایل مخالفت با استقلال ترس از این است که روحانیان آزاد خواهند بود تا هرچه می‌خواهند بگویند و مردم هم به دلیل مذهبی بودن گوش به فرمان روحانیان خواهند داد و مملکت را به آشوب خواهند کشاند. باید تذکر داد که در اینجا ترس واقعی از مردم است، نه از روحانیان. کسانی که چنین دورنمایی را به دیگران عرضه می‌نمایند، آنها را از مذهبی بودن، خرافی بودن و ساده‌لوحی مردم ایران یا به عبارتی عوام ایران می‌ترسانند و به این ترتیب خدمت بزرگی هم به خواستاران اختلاط می‌کنند. این ترس از عوام ارتباط خاصی به کار مذهب و روحانیت ندارد و اصلاً از قماش دیگری است. مخالفت با استقلال روحانیان یکی از وجوه جنبی این ترس است. وجه اصلیش در حقیقت مخالفت با دموکراسی است، چون در دموکراسی قرار است همان عوامی که این صفات نامطلوب بدانها نسبت داده می شود اختیار امور را به دست بگیرند. اگر اعتقاد نداشته باشیم که ایرانی نوعی فهم تشخیص مصلحت خود و مملکتش را دارد و میتواند تابع قانون معقول زندگی کند، به عبارت دیگر صاحب شعور و وجدان است، اصلا دلیل ندارد دنبال دموکراسی برویم. حکایت مذهب زدگی عوام فقط یکی از توجیهات این امر است. یگانگی و جدایی، رامین کامران، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. سه شکل نوین یگانگی. اختلاط سیاست و مذهب، نه یگانگی آنها که از دست رفته و باز آمدنی هم نیست، می تواند سه شکل بگیرد. اول همراهی این دو با هم در عین به رسمیت شناختن موجودیت طرف مقابل، دیگر کوشش یکی از آنها برای تحلیل بردن دیگری در خود که البته از این هر دو موضع ممکن است، هم سیاست و هم مذهب. همگامی و دین رسمی. همراهی و همگامی در قالب دین رسمی یعنی دینی که از سوی قدرت سیاسی ممتاز شده، کلاسیکترین و رایجترین حالت اختلاط است. تا قبل از عصر جدید بازار پشتوانه ایدئولوژیک برای قدرت سیاسی بسیار محدود بود و مذهب در آن دست بالا را داشت. با پدید آمدن تجدد عرضه ایدئولوژی متنوع شد و به دولت‌ها فرصت بیشتری برای انتخاب ارزانی نمود بدون اینکه بازار مذهب سیاسی را کساد کند. به هر حال دولت‌های غیر دموکراتیک که تکیه به پشتیبانی مردم ندارند همیشه محتاج جایگزینی برای آن هستند و مذهب یکی از بهترین نامزدهای انجام این کار است. از اینها گذشته دولت‌های دموکراتیک نیز گاه و بیگاه و بعضی اوقات به طور مستمر به مذهب تکیه می‌کنند. پیدایش دین رسمی در جایی معنا پیدا می‌کند که بیش از یک دین در واحد سیاسی موجود باشد تا دولت بتواند یکی از آنها را بر باقی برتری بنهد. معمولاً دین اکثریت است که بدین مرتبه نائل می‌گردد. دلیل امر هم روشن است. پیروان دینی که در اکثریت است امکانات بیشتری برای امتیازگیری از قدرت سیاسی دارند و ممتاز کردن آنان بهره بیشتر نصیب این قدرت می‌کند. در این وضعیت نوعی داد و ستد بین حکومتگران و روحانیان این دین واقع می‌شود که هر دو طرف صرفه خیش را در آن می‌جویند. این نوع رابطه حکومتگران و روحانیت امری نیست که از بابت تئوریک پایه مدون و محکم داشته باشد و بیشتر نوعی همکاری و مصلحت اندیشی عملی است، ولی به هیچ وجه نباید به دلیل ضعف تئوریک دست کمش گرفت. این داد و ستد
تابعی است از احتیاج دو طرف به یکدیگر و نیز تعادل قدرت بین آنها. دولت ضعیف و بی بهره از پشتیبانی مردم ناچار است از امتیاز دادن و دولت قوی میتواند بیش از آنچه که میدهد بستاند. ولی مهم این است که هیچ کدام دو طرف در عین سعی برای برتری کوشش برای حذف دیگری نمی کنند و به عبارتی اعتبار و موجودیت طرف مقابل را به رسمیت می شناسد. یادآوری کنم که وضعیت دو طرف معامله ایستا نیست و در طول زمان به نفع یکی یا دیگری تغییر می کند. مورد ایران معاصر، چه رضاشاهی و چه محمد رضاشاهی، مثال بسیار خوبی است برای دیدن این همکاری و سنجش تحول آن. این دوره که به دلیل کم شدن قدرت روحانیان دوران نوعی سکولاریسم تلقی می شود، در حقیقت عصر دین رسمی بود، البته با دولتی اتوریتر که نسبت به روحانیت در موضع قدرت قرار داشت. استبداد پهلوی نه پشتوانه مردمی داشت و نه ایدئولوژی منسجم و در کنار مضامین تجددگرا و گاه حتی مساواتگرا از مذهب و روحانیت نیز برای رفع این نقطه ضعف استفاده می‌کرد و به همین دلیل هیچگاه نتوانست رابطه خود را با این دو قطع کند. اگر روحانیان از همان دوران رضاشاه به این نظام پشتیبانی دادند، در عوض هم حقوق از اوقاف گرفتند و هم از خدمت نظام معاف شدند. از دادن مالیات هم که همیشه بودند. علاوه بر اینها، پس زدن دیگر مذاهب و بالاخص مبارزه با بهائیان از جمله امتیازاتی بود که در بخشی از دوران محمد رضاشاهی و در عوض پشتیبانی آنها از کودتا علیه مصدق ارزانی مذهبیان شد. از همه اینها گذشته مورد اعتنا قرار گرفتن احکام مذهبی در تدوین قوانین جدید کشور هم بود. این امتیاز بزرگی بود که روحانیت از صدر مشروطیت برایش دندان تیز کرده بود و بالاخره در حد امکان در دوران رضاشاه و به هنگام تدوین قوانین مدنی از آن بهره مند گشت. با تأسیس دادگستری نوین، روحانیت به عنوان گروه اجتماعی تضعیف شد، ولی در عوض شمار قابل توجهی از روحانیان توانستند پس از گذراندن امتحان وارد خدمت قضا و کار دفترداری بشوند و تا حد امکان بخشی از امتیازات اجتماعی و به خصوص مالی خیش را حفظ نمایند. وقتی که محمد رضاشاه خود را آنچنان قوی تصور کرد که خواست از امتیازات سیاسی و حقوقی نه مالی و اجتماعی روحانیان بکاهد، با بحران روبرو شد و خمینی هم در همین دوران و به همین مناسبت بود که از روحانیت محافظه‌کار شیعه انشعاب کرد و قدم به راه تغییر نظام سیاسی ایران نهاد. موضع‌گیری جدید خمینی که در جهت تحلیل بردن سیاست در مذهب انجام گرفت، در نهایت نظامی را در ایران روی کار آورد که در تاریخ این کشور بی سابقه بود. جذب سیاست در مذهب. اول نکته ای را تذکر بدهم. مواردی که معمولاً از آنها به عنوان حکومت روحانیان یاد می شود، حد اکثر بیانگر توافق اقتدار مذهبی است بر اقتدار سیاسی، مثل مورد کلیسای کاتولیک در قرون وسطا که تازه بیشتر ادعا و کشمکش بوده تا تثبیت و تداوم، یا احیانا نفوذ روحانیان بر دستگاه سیاسی و به عبارت دقیق تر دستگاه سلطنت، مثل فرضاً موبدان ساسانی یا ملاهای آخر دوران صفوی. این نمونه ها به کلی با آنچه در این بند موضوع بحث است تفاوت دارد. در اینجا صحبت از نفی استقلال سیاست از توسط مذهب، سیطره تقدس بر قدرت سیاسی، ضمیمه شدن سیاست به مذهب و در نهایت برتری پرسنل روحانی بر سیاسی. گرفتن اختیار سیاست به نام تقدس مصادیق پرشماری دارد که همیشه به تنوع آنها عنایت نمی شود. هرگاه صحبت از چنین اوضاعی می شود، ذهن مخاطبان متوجه می گردد به حکومت کردن گروهی که رسما و به طور سنتی روحانیت محسوب است، در صورتی که در عصر جدید
رایج‌ترین نمونه‌های این وضعیت حکومت‌های توتالیتر نظیر اتحاد شوروی یا آلمان نازی است که رهبران هیچ کدام آنها به معنای سنتی و معمول کلمه روحانی محسوب نبودند. حکومت اسلامی هم علی‌رغم ظاهر غلط انداز حکام معمم و پرریش و پشمش که به آن رنگ سنت زده مورد مثالی از همین دست است. طبعاً صحبت از این که حکومت‌های توتالیتر نمونه‌ای از چیرگی تقدس بر سیاست است و حکومتگران توتالیتر را باید روحانی محسوب کرد، در بدو امر چندان مقبول جلوه نمی کند. این امر هم که حکومت روحانیان جز توتالیتر نمیتواند باشد، گاه واکنش منفی برمی‌انگیزد. قدری مسئله را بشکافیم. چرا توتالیتاریسم نفی استقلال سیاست است به سود مذهب؟ تشابه عمیق و ساختاری ایدئولوژی‌های توتالیتر با دین که اهم آنها دایه دانایی مطلق است، بسیار مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. این سخن بیانگر حقیقتی عمیق است، اما دلیلی که گاه مانع جلب توجه بدان می شود این است که در ایدئولوژی‌های توتالیتر صحبتی از خدا نیست و حرف زدن از مذهب بی خدا قدری متناقض می نماید و بیشتر از مقوله طعنه و کنایه جلوه می کند تا تحلیل و تفسیر. موفق ترین نظام توتالیتر قرن 20 یعنی نظام کمونیستی رسما بی خدا بود و این امر که مخالفانش بسا اوقات مذهب را در برابر آن علم می کردند، نوعی قرینه نادرست را در ذهن بسیاری مستقر کرده که به سهم خود مانع درک شباهت‌های دو طرف شده است. نکته در این است که مقوله مرکزی مذهب تقدس است، نه خدا. میتوان بی خدا بود ولی تقدس را به کار گرفت و کانونش را در جایی دیگر قرار داد. درست است که مردم خداشناس از چنین امری برمی آشوبند، ولی این واکنش قابل درک نباید خود این گروه را از تحلیل درست مطلب باز بدارد و نه دیگران را. نقطه تولد هر نظام توتالیتر یک ایدئولوژی است که قرار است بیان دانش جامع و ختم شده باشد و راه را برای کارایی مطلق در کنش‌های سیاسی بگشاید. این نوع ایدئولوژی‌ها در حقیقت مدعی صاحب بودن سه خاصیت تقدس است: ارزش و دانش و به تبع این دو قدرت بیکران. تفاوت در این است که ایدئولوژی توتالیتر مقامی را که مذاهب به خدا اختصاص می‌دهد به پدیده‌ای تاریخی واگذار می‌کند تا کانون تقدسش بسازد. حکومتگران این رژیم‌ها صاحب اختیاران ایدئولوژی نیز هستند و تعبیر و تفسیر آن را بر عهده دارند. اینها در حقیقت از قماش روحانیت هستند، کاهنانی هستند که حکومت می‌کنند به اتکای تقدس، استقلال سیاست را نفی می‌کنند و در اختیار خود می‌گیرندش. البته از دید پیروان مذاهب سنتی این جابجایی تقدس در حکم شرک یا بتپرستی است، ولی تفاوت دو دسته در تعیین مرجع تقدس است، نه در مکانیزم عمل آن. چرا حکومت روحانیان توتالیتر می شود؟ در اینجا می توان سوال عکس را مطرح کرد و پرسید که اگر هم ایدئولوژی های توتالیتر با به کار گرفتن تقدس و قرار دادن کانونش در صحنه تاریخ صورت نوعی مذهب پیدا می کند، چرا حکومت روحانیان که به هر صورت به نام خدا و نه پدیده‌ای تاریخی حکومت می کنند صورت توتالیتر می گیرد؟ پاسخ چند مرحله دارد. قدرت گرفتن روحانیان به عنوان یک گروه معین بنابر تعریف نمی تواند بر مبنای غیر از مذهب انجام بگیرد و ادعای آنها برای در دست گرفتن حکومت خود به خود مذهب را در موقعیتی قرار می دهد که به صورت یک ایدئولوژی راهنما و توجیه کننده کنش‌های سیاسی عمل نماید. این دو فرایند، حکومت روحانیت و تبدیل مذهب به ایدئولوژی، به هم وابسته است. از سوی دیگر وقتی مذهب تبدیل به ایدئولوژی شد، نمیتواند غیر از توتالیتر باشد، زیرا مذهب اساساً و بنابر تعریف از تقدسی که ایدئولوژی‌های توتالیتر
با 1000 زحمت مدعیش می‌گردند بهره‌ور است و اتکایش به دانش لایزال الهی مبنای دانایی مطلقی می‌شود که همه ایدئولوژی‌های توتالیتر ادعای بیانش را دارند. همانطور که باید تقدس را از کارکردش شناخت نه از مرجعی که به آن تکیه می‌کند، ایدئولوژی را هم باید از کارکردش شناخت نه از منشأش که می‌تواند مذهب یا علم یا هر تولید دیگر اندیشه بشری باشد. در این وضعیت فراگیری و خطاناپذیری مذهبی که تبدیل به ایدئولوژی شده حیطه قدرت روحانیت را ترسیم می‌کند و به عبارت دقیق‌تر هر مرزی را از برابر آن حذف می‌نماید. نفس این امر که وعده ایدئولوژی برای رستگاری در آن جهان است یا همین یکی چنان که مثلا در مورد کمونیسم بود تفاوت چندانی در اصل قضیه نمی‌دهد. مهم این است که یک گروه معین و بسته که مدعی دانش بی‌حد و اختیاردار ایدئولوژی است در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و ادعای تعیین معنا و جهت حیات تمامی اعضای واحد سیاسی را می‌کند. وقتی چنین اتفاقی افتاد، تقدس صورت ابزار توجیه عمل سیاسی در صحنه تاریخ را پیدا می‌کند. در حقیقت مشکل مذهبی که تبدیل به ایدئولوژی توتالیتر می شود این نیست که از آخرت می برد یا خدا را از معادله حذف می نماید. هیچ کدام این دو واقع نمی شود و لازم هم نیست که بشود. آنچه که اتفاق می افتد تغییر تعادل است بین آخرت و دنیا به نفع دومی. برای حکومت روحانیان مانند تمام حکومت‌ها ادامه حیات در صدر همه اولویت‌ها قرار دارد. پس منطق سیاست که بر حیات هر نظام سیاسی فرمان می‌راند بر منطق مذهب چیره می‌گردد. موقعیت تاریخی بشر قبل از هر چیز سیاسی است و هنگامی که مذهب با ادعای گرفتن اختیار سیاست به میدان بیاید در حقیقت تابع زندانی خود می‌گردد و تقدس را به خدمت آن می‌گمارد و رستگاری را هم تابعی از فرمانبرداری سیاسی و تبعیت از روحانیان حاکم می‌کند. نمونه‌اش ایران امروز. سیاست در تاریخ صاحبخانه است و مذهب اجاره نشین. از روز اول انقلاب تا به حال شاهد بوده و هستیم که بسیاری تمایل داشتند تا قدرتگیری روحانیان در ایران را در امتداد کشمکش قدیم سیاست و مذهب ارزیابی کنند. ولی وضعیت حاضر به هیچ وجه پرده جدیدی از آن کشمکش سنتی نیست. برعکس فصلی نو و کاملا مدرن در تاریخ ایران است. در صورت قدیم کشمکش بین مذهب و سیاست بود. هر کدام اینها می‌خواست قدرت بیشتری را به خود اختصاص دهد و حریف را تا حد ممکن تابع خود بکند. ولی هیچ یک قصد نداشت طرف مقابل را نابود کند و خود جای آن را بگیرد. حتی در جایی که صاحب قدرت سیاسی ادعای ریاست مذهبی هم داشت، یعنی مثلا در مورد صفویه، نفس برقراری تسلط سیاسی و عقلانی شدن شیوه اداره مملکت از ورای دیوان سالاری شاهنشاهی شاه را ناچار کرد دنبال ایجاد روحانیت برود و از آن گذشته چنان که منطق کار اقتضا می‌کرد به نفع گروه اخیر از اختیارات مذهبی خود بکاهد. آنچه امروز شاهدیم به کل با آنچه که در نظام قدیم می‌بینیم تفاوت دارد، زیرا روحانیتی که قدرت را گرفته اصلاً طرف مقابل را حذف کرده و از بابت نظری هم برای وجودش اعتباری قائل نیست تا احیاناً بخواهد اختیارات خود را با او قسمت کند. جمهوری اسلامی ثمره آرمان پردازی مدرن است برای بازگشت به گذشته. ایدئالش وحدت مطلق دو اقتدار مذهبی و سیاسی همانند جوامع بدوی است و سرمشقش که بیشتر تخیلی است تا تاریخی تصویر حکومت پیامبر یا امام اول. ولی اسلامگرایی نه میتواند آن گذشته رویایی را احیا کند و نه حتی ایران را به دوران قبل از مشروطیت بازگرداند. تنها کاری که میتوانسته و کرده
ایجاد نظامی به تمام معنا مدرن ولی توتالیتر است که در هیچ نقطه تاریخ ایران مابعضایی ندارد. سنت ما قبل مدرن ایران سنت همزیستی بوده بین دو اقتدار که بر سر حد و حدود اختیارات خویش گاه همراهی و گاه ستیز داشتند و قدرت سیاسی در آن دست بالا را داشته است. به طور گذرا بگویم که در قرون وسطی دیوان سالاری کلیسا بسیار پیشرفته بود و سرمشق شکلگیری دستگاه‌های دیوانی دولت‌های اروپایی شد، ولی در ایران هیچگاه دولت تا این اندازه وامدار سازمان مذهبی نشده است. برعکس، حتی وقتی اسلام صورت امپراتوری پیدا کرد، این دستگاه خلافت بود که دیوان سالاری شاهنشاهی ایران را مورد تقلید قرار داد. حذف مذهب به نفع سیاست درست عکس مورد مثالی است که از نظر گذراندیم. این مورد که دین مدنی خوانده می شود خیلی برای ایرانیان آشنا نیست، زیرا در تجربیات تاریخی خود برای آن معادلی ندارند. از آنجا که اصطلاح چندان در فارسی باب نیست و اخیراً هم برخی افراد آماتور به قرینه ترکیباتی که از دوره خاتمی به این طرف با صفت مدنی ساخته شده و یکی از دیگری سست‌تر و بی‌معناتر است، صحبت از دین مدنی کردند تا دینشان را تبدیل به متاع قابل عرضه‌ای به خواستاران دموکراسی و آزادی بنمایند و سر مردم را با این بازی‌های لغوی که هیچ پشتوانه جدی ندارد گرم نمایند. باید درست به آن پرداخت تا هر چه زودتر از ضایعاتش جلوگیری شود و مثل حکایت جامعه مدنی که چند سالی همه را سرگرم هیچ و پوچ کرد اسباب دردسر نگردد. آنچه که میتوان کاملاً به حذف مذهب به نفع سیاست تعبیر کرد، نمونه اول مفهوم دین مدنی است، چنان که در ابتدا از قلم روسو و در قرارداد اجتماعی تراوید. مشکلی که روسو میخواست برای آن چاره بیابد این بود که دین و سیاست هر کدام از سوی مردم را به اطاعت فرا میخواند و از آنجا که پیروی از دو فرمان در آن واحد ممکن نیست، باید این دو را یکی کرد. نگاه روسو که تأثیر خاطره تاریخی ادیان یونان و به خصوص روم قدیم در آن هویداست، از دیدگاه منافع سیاسی متوجه این مسئله شده بود. وی در حقیقت می‌خواست برای نهادهای سیاسی حرمتی تدارک ببیند در حد قداست مذهب و وجدان شهروندی را به پای ایمان مذهبی برساند. از دید وی هدف دین مدنی نظر داشتن به آخرت و ساختن آن نبود، بلکه تحکیم بستگی شهروندان به واحد سیاسی بود. به نظر روسو تقدیس واحد سیاسی و وظایف شهروندی از عهده چنین دستگاه عقیدتی برمی آمد. در دین مدنی بین اطاعت از خدا و اطاعت از حکومت و بین خدمت به کشور و خدمت به خدا تفاوتی نیست. روسو این یگانگی را قوی ترین محرک برای تقویت حکومت و خدمتگزاری به میهن می شمرد. البته وی در اروپای مسیحی سخن می گفت و نمی توانست از مسیحیت برای ایفای نقش دین مدنی استفاده کند، به خصوص با وجود نهادی فراکشوری چون کلیسای کاتولیک که از سقوط امپراتوری روم به این سو پهنه‌اش از هر یک از واحدهای سیاسی موجود اروپا گسترده تر بود و به هر صورت با هیچ یک آنها منطبق نبود. استفاده از هیچ یک از دیگر ادیان موجود هم برای این کار ممکن نبود، به خصوص که روسو اصلا میخواست ریاست مذهبی را حذف کند و به سیاست احاله‌اش دهد و روحانیت را به نفع پرسنل سیاسی حذف نماید. بنابراین وی نمیتوانست سراغ دینی برود که ریاستش موجود و مشخص بود. پس تصویر دینی را در ذهن پرورد که کلاً به اعتقاد به وجود آفریدگار و لزوم پیروی از اصول اخلاقی ختم شود و روحانیت حی و حاضر هم نداشته باشد. روشن است که چنین دینی هیچگاه از حد طرح فلسفی فراتر نرفت و برنامه روسو هم هیچ وقت به شکلی که وی تصور کرده بود جامعه عمل نپوشید، ولی اصطلاح دین مدنی که او ضرب کرد برای نامیدن دینی که با سیاست یکی شده باشد
و در اصل استفاده سیاسی داشته باشد برجا ماند. دینی که به هر حال در خدمت سیاست باشد، نه همپا و همتای آن، چه رسد که مدعی و سرورش. در دین مدنی تقدس در حوزه سیاست حبس می شود و از آن بیرون نمی رود. مثال هایی که در دنیای امروز می توان برای دین مدنی جست، هیچ کدام با معنای رسویی آن که دین و خدایش نامعین و مبهم بود منطبق نیست. در همه مورد دینی خاص که اختراعش کار دولت نیست و سابقه و حیات مستقل خود را دارد، به کار تحکیم دولت و تا حد امکان یکی کردن واحد مذهبی و واحد سیاسی و تقویت این آخری آمده است. نمونه‌های بارز این امر را می توان در انگلستان و ژاپن و نیز ایالات متحده و اسرائیل سراغ کرد. در تمامی این مثال‌ها استقلال اساسی دین نسبت به سیاست باعث شده تا با وجود قرار گرفتن در مقام دین مدنی به طور کامل در سیاست تحلیل نرود. گاه نیز اشتراک در مذهب بین کشورهای مختلفی که بعضی به آن حالت دین مدنی دادند و برخی نه، حوزه استفاده ابزاری سیاست را از دین مدنی محدود کرده است. دین مدنی با دو مورد مثالی که بالاتر از نظر گذراندیم وجوه اشتراکی دارد که باید به آنها توجه داشت. وجه اشتراک دین مدنی با حکومت روحانیان نظری است، بدین معنا که هر دو مایل به ایجاد وحدت کامل سیاست و مذهبند، البته از دو موضع مقابل هم. اما وجه اشتراک صورت‌های موجود دین مدنی و دین رسمی عملی است، چون هر دو نمود نوعی هماهنگی عملی بین دین و سیاست هستند. انحصار توجه به این وجوه اشتراک مایه گمراهی است و برای روشن شدن مسئله دین مدنی باید به وجوه تمایزش از این دو که مهمتر و فراوان‌تر است نظر کرد، به خصوص در این دوران که مردم از حکومت مذهبی مصیبت کشیدند و تمایل به یکی شمردن پدیده ها و گاه نیز مخلوط کردن آنها محض جدل رواج بسیار گرفته است. اول برسیم به تفاوت‌ها با دین رسمی. دین مدنی به یکی شمردن واحد سیاسی و مذهبی میل می‌کند و چه به این ایدئال دست یابد و چه نه، صورتی بسیار قوی‌تر از صرف هماهنگی و همراهی و همدستی مذهب و سیاست است. دین مدنی تقدس را بسیار قاطع‌تر از مورد دین رسمی به خدمت سیاست می‌گیرد، ولی از آنجا که محتوایش سیاسی است و نه مذهبی، این اختلاط آن اندازه زننده نمی‌نماید که در دین رسمی. دین رسمی الزاماً واحد سیاسی را تقدیس نمی‌کند، ولی دین مدنی دقیقاً چنین کارکردی دارد. از این گذشته هر جا دین رسمی در کار باشد، برخی از باید و نبایدهای دینی از طرف دولت پذیرفته و ترویج و گاه به همگان تحمیل می شود. ولی در مورد دین مدنی این طور نیست، چون این یکی احکام سیاست را ترویج می کنند نه مذهب را. در جایی هم که احکام مشخصاً مذهبی به مردم تحمیل نشود، احساس زور شنیدن از دین نمی کنند. احیانا اختلاط را می بینند ولی مزاحم یا حتی ناپسندش نمی شمارند. این را نیز اضافه کنم که بین بود و نبود دین مدنی و رسمی رابطه الزامی برقرار نیست. این دو می تواند همزمان با یکدیگر برقرار باشد. به عنوان مثال در انگلستان دین رسمی هست و دین مدنی هم هست و این هر دو یکیست. در آمریکا دین رسمی در کار نیست، اما دین مدنی برگرفته از مسیحیت حضور قاطع دارد. در اسرائیل دین مدنی هست ولی رسمیت دین صورت خاصی دارد. دولت اسرائیل از ابتدای تأسیس دولت یهود شمرده شده، امری که یکی بودن واحد سیاسی با واحد مذهبی را به روشنی مورد تأکید قرار می‌دهد. به علاوه این کشور رسما قانون اساسی ندارد تا برتری تورات به عنوان مرجع اعلی
حقوقی مخدوش نگردد. از اینها گذشته هر جا که دین مدنی هست، ریاست آن به طور مشخص با ریاست سیاسی مملکت یکی نیست. مثلا در انگلستان ریاست اسمی کلیسا با ملکه است، ولی رئیس جمهور آمریکا ریاست دین مدنی را ندارد. به هر صورت تعدد فرقه های پروتستان هم جایی برای چنین ریاستی پیش بینی نکرده است تا توسط کسی اشغال شود. دین مدنی ایالات متحده نوعی فصل مشترک مسیحیت پروتستان است که آن را فراتر از تقسیمات فرقه‌ای قرار می‌دهد. این ابهام دوگماتیک به نوعی به دئیسم روسو نزدیکش می‌سازد. در اسرائیل هم که اصلاً ریاست واحد مذهبی در کار نیست که ریاست سیاسی کشور قادر به اشغال آن باشد. در ژاپن امپراتور ریاست دین شینتو را بر عهده دارد و موقعیت دین مدنی بسیار شبیه به انگلستان اما قوی‌تر از آن است، چون مسیحیت آنگلیکان شاخه‌ای است از دین مسیح که تازه از بابت دوگماتیک بسیار به کاتولیسیسم نزدیک است، ولی شینتوئیسم مختص ژاپن است و عملاً حوزه‌اش با گستره فرمانروایی امپراتور یکی است و اما تفاوت دین مدنی با توتالیتاریسم و حکومت روحانیان. اول تفاوت بارز دین مدنی با حکومت روحانیان چنان که بالاتر هم آمد در اینجاست که در مورد اخیر دین سیاست را فتح کرده و در دین مدنی حکایت برعکس است. بنابراین در دین مدنی وجه ایدئولوژیک کار بسیار سبک و کلی است و باید و نبایدهای پرشمار ندارد. پایه کار بر نوعی پراگماتیسم سیاسی است و کلاً مصالح سیاسی مقدس شمرده می شود. در کشورهایی که دین مدنی دارند، تقدس ادیان سنتی به هیچ وجه مورد تردید قرار نمی گیرد، ولی حکومت‌های توتالیتر برعکس تمایل دارند تا هر تقدسی را به غیر از آنی که خود به رسمیت پذیرفتند نفی نمایند. توتالیتاریسم بیان انحصار مطلق تقدس است و برای همین هم هست که حکومتگر شدن دین این اندازه در طلب فرمانبری سختگیر و نسبت به پیروان ادیان دیگر بیگذشتش می‌سازد. به علاوه در دین مدنی حتی اگر ریاست مذهبی و سیاسی در هم ادغام شده باشد، توجه حکومتگران متمرکز است بر سیاست و به اموری که خارج از این حوزه است امتناع چندانی ندارند، در صورتی که حکام توتالیتر اول رئیس مذهبی هستند و بعد سیاسی، درست برعکس دین مدنی. بالاتر گفته شد که در نظام‌های توتالیتر در نهایت این منطق سیاست یعنی منطق حیات تاریخی است که بر رفتار حکومت مسلط می شود، ولی اینجا هم تفاوتی با دین مدنی در کار است. در مورد توتالیتاریسم ایدئولوژی در نقطه شروع قرار دارد و حکومت تا جایی که بتواند سیاست خود را با آن منطبق می سازد و هر جا که نتوانست الزامات عملی سیاست را میپذیرد و برایش کلاه ایدئولوژیک درست می کند. ولی در جایی که دین مدنی هست، سیاست در نقطه شروع قرار دارد. سیاستی که تابع ایدئولوژی های معمولی و نه توتالیتر است و نقش دین مدنی محدود به این است که به گزینه‌هایی که در میدان سیاست معین شده است رنگی از تقدس بزند، معمولاً با تظاهر به این که خود منبع الهام آنهاست. دین مدنی در ایران. بد نیست اینجا چند کلمه راجع به امکان برقراری دین مدنی در ایران بگویم، چون برخی که می‌خواهند به هر قیمت هست پای اسلام را در میدان سیاست نگه دارند و مدعی هستند که می شود در ایران دموکراسی دینی یا دموکراسی اسلامی داشت، اکثراً بدون دقت به مفهوم دین مدنی و فقط با نگاه کردن به نمونه‌های همزیستی آن با دموکراسی، آن هم به خصوص در آمریکا، به مردم وعده پیدایش چنین تحولی را می‌دهند
تا از حذف حکومت اسلامی بازشان بدارند. این گروه 3 نکته را از یاد برده. اول اینکه دین مدنی مصداق تبعیت کامل دین از سیاست است. مایه حیرت است که کسانی هستند که تاب شنیدن اسم لایسیته را که مترادف اجتناب از استفاده سیاسی از دین است ندارند. دل به نمونه‌های دموکراتیک دین مدنی ببندند و بخواهند دین را به قیمت مقهور شدن در میدان سیاست نگاه دارند. دیگر اینکه دین مدنی هم با دموکراسی سازگار است و هم با حکومت اتوریتر و به همان نسبت که سیاست کشوری دموکراتیک شد، دین مدنیش هم مبلغ دموکراسی می شود. به عبارت دیگر این دین نبوده که دموکراسی آورده. دین معمولا قبل از برقراری دموکراسی در چنته سیاست افتاده و هر کجا که این رفته آن هم به همراهش رفته. وقتی آن دموکراتیک شده این یکی هم شده. در این حالت اگر برقراری دموکراسی در جایی ممکن باشد و انجام بپذیرد، دلیلی ندارد که سیاستگرانش به جان دین بیفتند و بخواهند به خدمت دموکراسی بگیرندش. همراهی دین با دموکراسی بسیار خوب است، ولی دلیلی ندارد که استقلالش را بگیرند و از آن وسیله بسازند. آخر اینکه امکان تحول حکومت فعلی ایران از توتالیتاریسم از همگسیخته فعلی به سوی دین مدنی بسیار ضعیف است. البته آنهایی که در دین مدنی فقط اختلاط دین و سیاست را می‌بینند و به این دلخوشند، کار را آسان تصور می‌کنند، ولی چنین تحولی برعکس در عمل بسیار مشکل و در حکم معکوس شدن رابطه دین و سیاست از برتری اولی به دومی است. در مقایسه رفتن به سوی لایسیته و جدایی دین و سیاست بسیار آسانتر خواهد بود تا این پشتک و واروهای محیرالعقول. اصرار در برقراری دین مدنی فقط میتواند ما را به عقب برگرداند به برقراری دین رسمی و همکاری سیاست و مذهب. قبل از پایان این بخش باید نکته دیگر را در مورد ایران توضیح داد. اگر بخواهیم در این کشور دنبال دینی مناسب ایفای نقش دین مدنی بگردیم، نوبت به اسلام نخواهد رسید. کوشش هایی هم که برای برکشیدن تشیع به این مقام صورت گرفته یا میگیرد بی‌عاقبت است، چون استقلال تشیع نسبت به حکومت سابقه قدیم دارد و به این راحتی حذف شدنی نیست. فعلا هم که میبینیم کار برعکس است. توانایی روحانیت شیعه بسیار از توانایی روحانیت یهود یا فرقه های پروتستان فراتر است. فراموش نکنیم که نمونه های اروپایی و آمریکایی دین مدنی هم از دل پروتستانتیسم بیرون آمده. در مقابل کاتولیسیسم که روحانیت قوی و سازمان یافته و متمرکز دارد و تشیع را باید به آن شبیه شمرد، به این نوع تسلط سیاست رکاب نمی دهد. در ایران تنها چیزی که از دور شبیه به نوعی دین مدنی است مجموعه مضامین پراکنده است که از دین زرتشت برگرفته شده. این دین اصولاً مناسب تقدیس مهر به ایران است. پیدایشش در خود ایران واقع شده است و همیشه هم در این کشور رواج داشته و حیاتش در نقاط دیگر جنبی بوده است. به علاوه خاطره تاریخیش با دوران عظمت تاریخی ایران در هم آمیخته و از ابتدا با نوعی تقدیس این کشور همراه بوده است. ولی شاید مهمترین دلیلی که دین زرتشت را امروز برای استفاده سیاسی مناسب کرده، به نوعی بی خطر شدن آن از بابت مذهبی است. این دین دیگر در ایران پیرو چندانی ندارد و در موقعیتی نیست که خود بخواهد یا بتواند اختیار سیاست را به دست بگیرد. این ضعف باعث شده تا بسیاری از ایرانیان مضامین برگرفته از آن را که اصلاً وجه مذهبیشان مبهم است و به پس صحنه رانده شده، با راحتی خیال و بدون هراس از گرفتار شدن به دست روحانیت این دین در راه ارجگذاری به ایران به کار بگیرند.
نمونه‌های این استفاده ابتدایی را که به هر صورت نمیتوان دین مدنی به معنای معمولش شمرد، میتوانیم در گفتارهای ناسیونالیستی سراغ نماییم. این را هم باید اضافه کرد که شاید پیامبر اصلی این دین، دین مدنی، بیش از زرتشت فردوسی باشد. یگانگی و جدایی، رامین کامران. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش دوم، شکاف‌های جدایی. جدایی کامل دین و سیاست مستلزم جدایی این دو در چند زمینه است که از نظر خواهیم گذراند. باید بین تمایز مفهومی که موجود است و فقط محتاج درک مطلب و جدایی عملی که برآمده از کنش‌های انسانی و گاه هدف مستقیم آنهاست تمایز قائل شد، تا آنجا که به تفاوت بین مفهوم مرکزی و هدف غایی این دو رشته مربوط می شود. مسئله قبول مطلب است، چون جدایی موجود است. در این دو مورد ما جدایی را فقط به رسمیت می شناسیم، تأسیسش نمی کنیم. می ماند باقی موارد که جدایی می تواند برخاسته از عمل کردن مکانیزم های اجتماعی باشد یا هدف مستقیم کنش های اعضای جامعه. جدایی اهداف غایی و مشکل عدالت. یکی از مشکلات اساسی در جدا کردن اهداف غایی سیاست و مذهب مفهوم عدالت است که در این هر سه زمینه به کار گرفته می شود و نقش بسیار مهمی هم بازی می کند بدون اینکه هدف غایی هیچ کدام از این سه باشد. مهار خشونت و عدالت. هدف غایی در سیاست مهار خشونتی است که از اختلافات بین افراد بشر زاده می شود و به قول هابز تأمین امنیت تابعان اقتدار سیاسی. نفس این کار مستلزم کاربرد خشونت است، اما در عین حال سیاست نمی تواند فقط به استفاده از این وسیله تکیه کند، زیرا هرچند خشونت ابزار نهایی مهار خشونت است، بهترین ابزار این کار نیست. بهترین و مطلوب ترین وسیله برای حل اختلافاتی که گاه می تواند و از هم پاشیدن واحد سیاسی هم بیانجامد عدالت است. نه فقط از دید تحلیلگری که از دور و احیانا از دیدگاه فلسفی به مسئله می نگرد، بلکه از دید مردمانی که تنها راه معقول و مطلوب حل اختلافاتشان را اجرای عدالت می دانند و معمولاً در صدر مطالبات خیش از حکومت منظورش می دارند. عدالت هم به خودی خود واجد ارزش است و هم از دیدگاه عملی. مطاع بودن حکومت مصون بودنش از مخالفت مردم و دوامش در طول زمان با عدالت تضمین می شود، نه با زور. ولی هدف بودن عدالت و وسیله بودن خشونت آرزویی است آرمانی، نه توصیف موقعیت موجود جوامع انسانی. مشکل اصلی که از قرنها پیش بر همه هویداست این است که وقتی مهار خشونت هدف غایی باشد، هر جا با اجرای عدالت تناقض پیدا کرد و لزوم انتخاب پیش آمد، حق تقدم با اولی است، چون ثبات و حیات نظام اهم دل مشغولی های حکام است، به خصوص که از همپاشیدن دستگاه سیاسی موجب از همگسیختن انتظامات جامعه می شود و خشونت و بی‌عدالتی بی‌حساب را موجب می گردد که همه در آتشش می سوزند. عدالتی که مرجع سیاسی می تواند و باید اجرا نماید از جنس دادن حق هر کس به او و رفع اختلافات از این طریق است. اجرای عدالت در درجه اول با تعیین خود نظام سیاسی صورت می‌پذیرد و حق هر کس از قدرت سیاسی در همین مرحله معین می‌گردد. هر نظام سیاسی خود را مترادف عدالت در زمینه تقسیم قدرت معرفی می‌کند و چارچوب اصلی اجرای عدالت و احقاق حق در هر واحد سیاسی می‌گردد. عدالت سیاسی بر دیگر انواع عدالت مقدم است و چند و چون آنها را معین می‌سازد. رستگاری عبارت است از رهیدن از محدودیت‌های موقعیت
انسانی طی حیاتی که قرار است در پی حیات خاکی بشر بیاید. ادیان مختلف در این باب گفتارهای فراوانی عرضه می‌نمایند، ولی همگی در این امر که جستجوی رستگاری والاترین هدفی است که آدمی می‌تواند در طول عمر خیش تعقیب نماید متفق القولند. مهمترین نکته در باب هدف غایی مذهب این است که نمی‌توان آن را به معاینه سنجید، زیرا تحققش به موقعیتی حواله شده است که نمی‌تواند موضوع تجربه تاریخی باشد. پذیرش این هدف و کوشش در راه دستیابی بدان صرفاً وابسته است به اعتقاد و طبیعی است که به همین دلیل فقط در چشم اشخاص مؤمن اعتبار داشته باشد و نه در چشم همگان. وقتی رستگاری را برتر از هر هدف دیگری محسوب نماییم، دو راه در پیش پایمان قرار می‌گیرد که تفکیکشان بسیار مهم است. یکی این که جستجوی رستگاری را نه فقط برتر بشماریم، بلکه آن را تنها معیار معتبر تنظیم رفتار فرض نماییم و دیگر رشته‌های حیات اجتماعی را اصولاً در برابر آن بی‌اعتبار فرض کنیم و برای منطق و کارکرد آنها اعتباری قائل نشویم و همگی را به استخدام رستگاری در بیاوریم. به این ترتیب آنچه که مذهب لازمه رستگاری می‌شمارد بر هر امر دیگری تقدم و برتری می‌یابد. نظم و ترتیب تمامی رشته‌های دیگر فعالیت اجتماعی را تحت حکم خویش می‌گیرد و به عبارت دیگر نفی می‌نماید. این کار در سطح فردی می‌تواند به ترک دنیا بیانجامد، ولی اگر برنامه دولتی شد استبدادی از نوع توتالیتر ایجاد خواهد کرد. صورت دوم این است که رستگاری را در پیروی از منطق هر یک از شعب حیات اجتماعی بشماریم و آن چیزی را که مذهب برای رستگاری لازم می‌شمارد بر اینها علاوه کنیم. به عبارت دیگر، به جای اینکه رستگاری را در نفی آنچه که خارج از مذهب است بجوییم یا بکوشیم مذهب را بر همه جوانب حیات اجتماعی مسلط گردانیم، در قبول اعتبار و استقلال شعب دیگر حیات بجوییمش و در عین برتر شمردن محدودش سازیم. مذهب و عدالت. عدالت در مذهب برخلاف سیاست از جنس دادن حق هر کس به او نیست، چون اگر چنین باشد اختلاط و به طبع درگیری با سیاست پیش می آید. عدالتی که در مذهب به خدا نسبت داده می شود اساساً امری نیست که به حوزه حیات اجتماعی و حتی دنیا مربوط بشود و مربوط است به آخرت. از دید مؤمنان خدا در روز جزا بد و خوب و پیدا و پنهان اعمال و نیات همه را می سنجد و همه را مشمول عدالت بی‌نقص خویش می نماید تا عوض رفتاری که در دنیا از آنها سرزده است از وی بگیرند. روشن است که این قضاوت از قماش قضاوت برای رفع اختلاف نیست، چون نه خدا با کسی اختلاف دارد و نه اختلافات مردم با یکدیگر به این ترتیب حل می شود. فقط هر کس جزای خیش را از خدا می گیرد. به علاوه در آخرت قرار نیست مردم در حق یکدیگر خشونت به خرج بدهند تا لازم باشد خدا برای جلوگیری از این وضع عدالت را برقرار سازد. مجازات الهی وجه تربیتی هم ندارد، چون اگر می داشت خطاکاران هم باید پس از طی دوره مجازات خیش آمرزیده می شدند و احتمالاً سر از بهشت در می آوردند، در صورتی که گفتارهای مذهبی معمولاً صحبت از مجازات ابدی می کند. روشن است که وقتی هدف از قضاوت هیچ کدام اینها نباشد، فقط تبعیت یا سرپیچی از قانون می تواند محل توجه قرار بگیرد. قانون الهی. خلاصه اینکه قضاوتی که مؤمنان معتقدند در قیامت توسط خدا انجام خواهد گرفت، متکی است بر دانایی و توانایی بیکران الهی و از جنس عدالتی که اختلافات افراد را در جامعه حل می کند نیست. از اینها گذشته فرض داوری الهی در آخرت اصولاً در این دنیا و برای روحانیت حقی در زمینه قضاوت ایجاد نمی کند، چون عدالتی که در این جهان ممکن است همانی است که توسط دستگاه‌های سیاسی و قضایی تعقیب می‌گردد
و ربطی به عدالت الهی ندارد. به هر حال قرار هم نیست که روحانیت در این دنیا کارهایی را بر عهده بگیرند که بناست خدا در آن دنیا انجام بدهد. خلاصه این که عدالت الهی حتماً به معنای عدالت روحانیت نیست و کارکرد یا خاصیتی هم نیست که به روحانیت منتقل شدنی باشد. اشاره کوتاهی به مورد عدالت مهدی موعود هم بکنم. به خصوص که گاه این عدالت به نادرست و ناحق معیار عدالت حکومتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند باشد. عدالتی که قرار است با حکومت امام زمان برقرار گردد از نوع حل اختلافات نیست که امام بنشیند و بین مردم کدخدایی کند. از قماش نابودی هر نوع اختلاف است که اصولاً سیاست و به طبع قضاوت را بی‌معنی می‌سازد. در گروهی که از هیچ جهت اختلافی واقع نشود، نه حاجت به حاکم خواهد بود و نه قاضی. تصاویری که از حکومت امام 12 عرضه می شود، تصویر نبود اختلاف است، نه حل آن، و معنای عدالت در آن دادن حق هر کس به او نیست، قرار گرفتن هر چیز در جای خویش است. جدایی حاکمیت و عصمت. دو اقتدار سیاسی و مذهبی دو گروه متفاوت انسانی را اداره می کنند و به همین دلیل از بابت تکنیکی به هم شبیه هستند و همین شباهت است که باعث می گردد خواستاران یگانگی تصور نمایند که می توان این دو را با هم یکی کرد. کارکرد اصلی هر کدام این دو اقتدار ایجاد وحدت در واحد تحت حکمشان است. در اینجاست که تفاوتشان روشن می شود، چون وحدت باید از مرجع نهایی تأمین شود و مرجع مزبور در این دو اقتدار متفاوت است. حاکمیت. وحدت یک واحد سیاسی فقط از جمع آمدن مردمان به دور یکدیگر حاصل نمی گردد و محتاج مهار خشونت در بین آنهاست. همانطور که گفته شد، هدف غایی سیاست همین مهار خشونت است، ترجیحاً توسط عدالت. واحد مستقل سیاسی آنی است که خشونت را در دل خود مهار کرده، ولی در بیرون از مرزهایش و به هنگام جنگ آن را در مقابل نظایر خیش به کار می‌گیرد. در صورت مهار نشدن خشونت اصلاً به سختی می‌توان از واحد سیاسی صحبت کرد و جنگ داخلی مترادف انحلال واحد سیاسی است. نکته در این است که مهارت خشونت به طور خلق الصاعق واقع نمی‌گردد و محتاج مرجعی است که بدین کار مجاز باشد. اضافه کنم که برقراری عدالت هم خود به خود از همراهی مردم و توافق طرفهای اختلاف حاصل نمی گردد و نیاز به قضاوت مرجعی دارد که توانایی به اجرا گذاشتن احکام خود را نیز داشته باشد. نه استفاده از خشونت و نه اجرای عدالت را نمی توان به حال خود واگذاشت تا هر کس به میل و سلیقه خیش بر عهده‌اش بگیرد، چون نتیجه کار هرج و مرج خواهد بود. ایجاد وحدت در واحد سیاسی مترادف تمرکز اختیار در این دو باب است. روایی حکم این مرجع است که به واحد تحت نظارتش شکل می دهد و در بین اجزای پراکنده آن وحدت ایجاد می کند. حاکمیت حق تصمیم گیری نهایی در یک واحد سیاسی است. اولین و بنیادی ترین شکلش تأسیس این واحد و تعیین نظام سیاسی آن است که دو رویه خارجی و داخلی ابراز حاکمیت است. معمولاً نظریه پردازان به تناسب تمایلات نظری خیش بر یکی از این دو بیش از دیگری تکیه می نمایند، ولی نمی توان حاکمیت را فقط به یکی از این دو محدود نمود و باید همیشه هر دو وجهش را مد نظر داشت. مفهوم مرکزی سیاست قدرت است و حاکمیت با استفاده از آن است که عمل می کند. به همین دلیل می توان بین حاکمیت عملی و حق حاکمیت تفاوت قائل گشت. شاهدیم که در بسیاری موارد مردم برای اعمال حاکمیتی که از آن خود می دانند با مرجعی که قدرت را عملاً در دست دارد و گاه به نام همین مردم اعمالش می نماید وارد مبارزه می شوند. قدرت به خودی خود وجه اعتقادی ندارد
آنچه میتواند به اعتقادات سیاسی مردم مربوط شود، حقانیت مرجع صاحب قدرت است. در دموکراسی حاکمیت مختص است به جمیع شهروندان و قدرت حکومت هم از مردم تحت حکمش نشأت می‌گیرد، نه از جای دیگر، و به صورت مستقیم از طرف خود آنها یا به طور غیر مستقیم از طرف نمایندگانشان اعمال می‌گردد. عصمت. تقدس مقوله مرکزی مذهب است و نقطه شروع هر مذهب تماس با تقدس. اما آنچه مذهبی را شکل می‌دهد صرف این تماس نیست. افراد بشر می‌توانند تک تک هر نوع ارتباطی با تقدس برقرار سازند، اما این کار در حکم مذهب ساختن نیست. برای این کار میبایست بیش از یک نفر بود و به طبع میبایست وحدتی داشت، وحدتی مذهبی. مذهب رشته است که گروهی مؤمن را به هم میپیوندد و از آنها جمعی واحد میسازد. وحدت این جمع در نهایت به همان تقدس باز میگردد که اصل و بنمایه کار است. از آنجا که تأسیس مذهب قاعدتاً نه از سوی انسان بلکه از طرف خدا واقع می شود، هدایت و در حقیقت اداره آن نیز باید در نهایت از سوی همان مرجع انجام بپذیرد. ولی از آنجا که خدا در هیچ کدام این امور به طور مستقیم وارد عمل نمی شود، واسطه انسانی برای کار لازم است. در مورد اول معمولاً صحبت از پیامبر می کنیم و در مورد دوم از روحانیت. در تشیع ائمه به نوعی ادامه دهنده راه پیامبرند. عصمت در حکم بهره‌وری از تقدس است و ضامن اعتبار این واسطه ها. عصمت اختیار تصمیم گیری نهایی در باب مذهب است و از این بابت همتای مذهبی حاکمیت به شمار می آید. عصمت به رهبری مذهب اجازه می دهد تا با اتکای به منبع تقدس سخن بگوید و عمل کند و کلاً باید و نبایدهای مذهبی را تعیین نماید. عصمت تأمین کننده وحدت است در 3 زمینه: در گفتار مذهبی، در سازمان مذهبی و در گروه مذهبی. تمامی اینها در نهایت در خدمت هدف غایی مذهب است که رستگاری است. برخلاف مورد حاکمیت، دعوا بر سر منشأ عصمت ممکن نیست، چون عصمت بنابر تعریف نمیتواند به منشأی غیر از خدا منسوب گردد و از این بابت تغییر پذیر نیست. آنچه در مورد عصمت تغییر پذیر است، مرجعی است که از آن بهره‌ور محسوب می‌گردد و طبعاً اختلافاتی هم که در این زمینه بروز می‌کند بر سر تشخیص همین مرجع است. ولی نمی‌توان گفت که عصمت حق یکی است در حالی که دیگری دارد اعمالش می‌کند. برخلاف قدرت، عصمت امری است کاملاً اعتقادی و مؤثر افتادن آن و مشروعیتش یکی است. جدایی هنجارها. سیاست و مذهب هر کدام مجموعه ای از باید و نبایدها به مردم عرضه می دارد و در صورت امکان به موقع اجرا می گذارد. اختلاط این هنجارها یکی از قدیمی ترین مصادیق تداخل این دو است و اختلاف بر سر برتری هنجارها یکی از جبهه‌های مهم دعوا بر سر برتری و کشمکش برای جدایی است. ممکن است که تصور برقراری نظام هنجاری واحد و فراگیر در جامعه برای برخی جذاب باشد، ولی بیان نوعی یگانگی است که قرن‌هاست بشر از آن دور گشته است و کوشش در راه احیایش جز تنش نمی آفریند. ما در این حوزه با شباهتی کلی سر و کار داریم که برای برخی دستاویز درخواست یگانگی شده، ولی فقط چهارچوب درک تفاوت هاست و اسباب آگاه شدن به لزوم جدایی. این شباهت همان همسانی کلی ساختاری است که میتوان در بین تمامی مجموعه های هنجاری یافت. انبوهی از باید و نبایدها که حتی اگر به طور کامل هم منظم نشده باشد و به قولی نتوان سیستماتیک محسوبشان کرد، دارای سلسله مراتب است و در نهایت میباید به هنجارهای اعلی ختم شود که در رأس هرم قرار میگیرد. هر مجموعه هنجاری از یک سو در خدمت تحقق هدف غایی است و از سوی دیگر میباید به مرجعی متکی باشد که اداره‌اش نماید
و بر تفسیر هنجارها، موارد درست اطلاق آنها و تغییر و تحولشان در طول زمان نظارت نماید و در این زمینه‌ها تصمیمات نهایی را اتخاذ کند. به اهداف غایی که در ابتدا پرداختیم، دو اقتداری هم که در رأس سیاست و مذهب قرار دارد موضوع بخش قبلی بود، میماند باقی. رابطه با اخلاق. اختلاط هنجارهای سیاسی و مذهب همیشه به طور مستقیم صورت نمیپذیرد و بسا اوقات از درهم آمیختن آنها با اخلاق واقع می شود که در این میان نقش کاتالیزور را ایفا می نماید. همه شاهدیم که بسیاری از آنها که اصرار دارند تا به هر ترتیب که هست از بیرون رانده شدن مذهب از حوزه سیاست جلوگیری نمایند، دائم از اخلاق استمداد می جویند و می کوشند تا لزوم پیروی از اصول اخلاقی را وابسته به اعتقاد دینی وانمود سازند یا لااقل دین را پشتوانه اصلی اخلاق قلمداد نمایند که هیچ کدام قابل قبول نیست. بنابراین هنگام پرداختن به سیاست و مذهب در عین توجه به تمایزشان از یکدیگر میبایست به اخلاق هم گوشه چشمی داشت و حسابش را از هر دوی اینها جدا کرد. موضوع اخلاق باز شناختن نیک و بد به معنای جهان شمول آن است و پیروی از این معیار. اگر دین در اخلاق خلاصه شود، حاجتی به ارتباط با تقدس نخواهد داشت و اصلاً موضوعیت خود را از دست خواهد داد. زیرا از یک طرف درک اصول اخلاقی و پیروی از آنها اصلاً ارتباطی به تقدس ندارد و از طرف دیگر دینی هم که فقط در اخلاق بماند حاجتی به خدا ندارد و این امر دیر یا زود بر همه پیروان آن هویدا خواهد گشت. از دیدگاه اخلاق جزای فضیلت نفس فضیلت است و بس. تنها کاری که مذهب در این زمینه انجام می‌دهد علاوه کردن جزایی غیر از دور افتادن از نیکی است به اعمالی که از دیدگاه اخلاقی پسندیده یا مذموم است، جزایی که پس از قضاوت الهی اعمال می‌گردد. به این ترتیب است که مذهب برای خود در اخلاق که اکثر اوقات با آداب اجتماعی یک دوره و یک گروه معین مخلوطش می‌کند سهم قائل می‌گردد. متاسفانه رابطه اخلاق با سیاست که محکمتر و مهمتر از رابطه‌اش با دین است کمتر مد نظر قرار می‌گیرد. دلیل بستگی اخیر اساسی و ساده است. رفتار اخلاقی امری است فردی ولی فقط در جامعه ممکن می‌گردد، یعنی طی حیات گروهی افراد انسان. نکته در این است که اگر سیاست نباشد حیات گروهی بشر ممکن نیست و اگر جامعه نباشد رفتار اخلاقی با دیگران ممکن نخواهد بود، نه شکل خواهد گرفت و نه مجالی برای بروز پیدا خواهد کرد. از دین گذشته سیاست را هم نمیتوان به اخلاق تقلیل داد، نه به این دلیل که مثل مورد دین پای ماورالطبیعه را به میان میکشد، بلکه از این جهت که اخلاق و اصولاً هیچ تدبیر فردی قادر به تحقق بخشیدن به هدف غایی سیاست که جمعی است نیست. تصور این که رفتار اخلاقی میتواند از پیش آمدن هر اختلافی جلوگیری کند و به این ترتیب سیاست را بی موضوع کند نادرست است. بسیاری از اختلافاتی که در صحنه جامعه پدیدار می شود اصلاً ارتباطی به اصول اخلاقی ندارد. به عنوان مثال تعیین میزان مالیات بر درآمد یا سن قانونی بلوغ یا اولویت‌های سیاست خارجی یا ترتیب تقسیم ثروت و غیره هیچ کدام از اصول اخلاقی صرف استخراج شدنی نیست. اخلاق تبصره‌ای است که به راه حل‌های سیاسی علاوه می‌گردد، جایگزین آنها نیست. خطا و مجازاتش. هر جا که صحبت از هنجار و باید و نباید بشود، باید معلوم گردد که تعریف خطا چیست و مرجع سنجش خطا کدام است و تعیین و اعمال جزا توسط چه مرجعی انجام می‌پذیرد. جستجوی پاسخ این سوالات بهترین روش برای تفکیک سیاست و دین از هم و طبیعتاً از اخلاق است.
مجموع هنجارهایی که در حوزه اقتدار سیاست قرار می‌گیرد در دستگاه حقوقی هر واحد سیاسی جمع می‌آید. تصویر هرم حقوقی که قانون اساسی در بخش بالای آن قرار گرفته برای همه آشناست. حاکمیت بر کارکرد این دستگاه نظارت می‌کند و طبعاً از دید طرفداران دموکراسی وقتی مشروعیت دارد که از آن مردم باشد. از دید گروه اخیر هنجار اعلی همان تعلق حاکمیت است به مردم. در این حوزه خطا عبارت است از سرپیچی از قانون و احکام حکومت. این احکام و آن قانون هر دو توسط بشر وضع گشته است و رسیدگی به اجرای آنها نیز کار بشر است و مانند قضاوت در باب خطاکاران و اجرای این قضاوت امری است صرفاً دنیوی. این کارها توسط و تحت نظارت قدرت سیاسی انجام می‌پذیرد و نه اشخاص خصوصی. مجازات هم آن است که قانون تعیین کرده است و توسط مرجع سیاسی اجرا می‌گردد. کاربرد خشونت در این باب منحصر است به اقتدار سیاسی. در اخلاق مجموع هنجارها به تناسب نظام حقوقی یا دستگاه فقهی بسیار ساده و کلی است و توسط انسان وضع نشده است. انسان نیک و بد به معنای مطلق و جهان شمول را تعیین نمی کند، بلکه بدان آگاه می گردد و بر آن گردن می نهد. انتساب تعیین این اصول به خدا مستلزم یادآوری نکته است. فرض این که فلان کار بد است، نه به خاطر اینکه خودش بد است، به این دلیل که خدا گفته، و اگر خدا می‌خواست چنین تصمیم می‌گرفت که قتل نفس و دزدی کارهای درستی باشد و اوست که به طور مطلق می‌گوید که چه اخلاقی است و چه نه، اشکالات جدی در پی می‌آورد و یکی از بحث‌هایی است که اهمیت الهیات عقلانی، یعنی انطباق تصمیمات الهی با عقل و نه عکس این، را به روشنی پیش چشم ما قرار می‌دهد. در حیطه اخلاق کار در نهایت فردی است و خصوصی. قضاوت در درجه اول توسط وجدان آدمی انجام می‌گیرد. البته قضاوت جامعه نیز هست که با فشار خود فرد را به پیروی از اصول اخلاقی فرا می‌خواند. مجازات هم از این دو مرجع برمیخیزد. عذاب وجدان و فشار اجتماعی به هر صورت باید توجه داشت که دولت در این میان نقشی ندارد. در مذهب خطا گناه محسوب است و عبارت است از سرپیچی از فرمان الهی. طبعاً قضاوت در این باب و مجازات گناه هم چه در آن جهان و چه احیانا در این یکی در ید اختیار خداست. دخالت بشر چه روحانی و چه غیر از آن در این هر دو مورد به نوعی دخالت در کار الهی به حساب می آید. خطای مذهبی وقتی مستوجب قضاوت و اجرای حکم توسط روحانیت یا احیانا حکومت شناخته می شود که مقولات جرم و گناه با یکدیگر خلط شود، یعنی سیاست و مذهب با هم مخلوط شده باشد. در اینجا سوالی پیش می آید: آیا تکفیر را باید مجازات شمرد یا نه؟ چون به هر حال این کاری است که روحانیان مجاز به انجامش هستند، نه کس دیگر. جواب این است که اصولاً نمیتوان تکفیر را به معنای خارج شمردن یک نفر از گروه پیروان یک مذهب معین به دلایل اعتقادی یا رفتاری و گفتاری مجازات محسوب نمود. تکفیر بیان نوعی قضاوت است از طرف مرجع واجد صلاحیت. شخصی که تکفیر گشته است از حوزه مذهبی معین بیرون به حساب خواهد آمد و از دید اولیای این مذهب راه رستگاریش مسدود شمرده خواهد گشت. تکفیر در حقیقت نوعی تشخیص، ثبت و رسمیت بخشیدن به امری است که واقع گشته است. اگر خارج شدن از دین مجازاتی داشته باشد با خداست، ولی اگر علاوه بر محرومیت از رستگاری مجازاتی به دنبال تکفیر بیاید، باز موردی خواهد بود از تداخل مذهب با سیاست و روشن است که هنگام جدایی این دو باید حذف گردد. این حکایت که اگر کسی تکفیر شد خونش هدر است،
یعنی کسی که این خون را بریزد هیچ جرمی مرتکب نشده و در معرض معجزاتی هم نیست، نشانه‌ای بارز از همین تداخل است. طبعاً صورت ایدئال تنظیم هنجارهای مذهبی منظم شدنشان در یک هرم مشابه هرم دستگاه حقوقی است که مرجع اعلایش پس از خدا اقتدار واجد عصمت است که نقش واسطه او با عموم مؤمنان را ایفا می کند و در کار این دستگاه حرف آخر را می زند. از فرصت استفاده کنم و باز بر این نکته بسیار مهم تأکید نمایم که اداره خشونت در انحصار مرجع سیاسی است و هر دستگاه یا نقطه اقتدار دیگری از جمله مذهب که خشونت را به کار بگیرد در حقیقت پا در کفش سیاست کرده است و خود را در معرض اختلاف با آن قرار داده. اصلاً یکی از بهترین شاخصهای اختلاط مذهب با سیاست همین دست زدن مرجع یا مراجع مذهبی به خشونت است. کوشش در تحمیل اعتقاد مذهبی، اجرای مجازات‌های مذهبی یا هر نوع اعمال خشونت به نام تقدس و مذهب همه مثال‌هایی از خلط شدن سیاست و مذهب است. همراهی هنجارها. بسیار پیش می آید که عملی فرضاً دزدی یا قتل نفس هم از دیدگاه قانون و هم اخلاق و هم مذهب مذموم و خطا شمرده شود. چنین امری مطلقاً به این معنا نیست که سه حوزه مزبور با هم یکی است یا باید یکی بشود. حساب در هر سه مورد جداست. مجازات قانونی دزدی با دولت است، مجازات اخلاقیش با وجدان فرد و قضاوت جامعه و مجازات الهی آن با خدا. دیگر اینکه ممکن نیست برخی هنجارها از یکی از این سه رشته به دیگری برود. فرضاً فلان قانون مذهبی در باب ارث جزو دستگاه حقوقی کشور بشود. نفس این امر در حکم اختلاط نیست، چون اعتبار هنجار حقوقی از خدا و عصمت نمی آید، بلکه از مردم و حاکمیت برمیخیزد. رابطه هنجار با مرجعی که بدان اعتبار می دهد بسیار مهمتر است تا رابطه آن با خواستگاهش. اختلاط جایی پیدا می شود که یک هنجار حقوقی به دلیل برخورداری از تایید مرجع معصوم وارد دستگاه حقوقی یک کشور بشود، یعنی عصمت تجویزش نماید، نه حاکمیت. حاکمیت و حکومت قانون، این دو اصطلاح که بسیار به کار می رود، از نظر برخی مردم شکل ایدئال اداره جامعه و صورت اعلای تحقق عدالت است. باید فرصت را غنیمت شمرد و در باب آنها توضیح کوتاهی داد. اینکه قانون به خودی خود واجد حاکمیت باشد اصلا معنای درستی ندارد و آن را فقط میتوان به برتری قانون تعبیر نمود. این برتری دو صورت میتواند بگیرد. اول اینکه همه باید به قانون گردن بگذارند و کسی حق ندارد محتوای آن را به میل و طبق منافع خود تغییر بدهد. این بیانی از برابری افراد بشر است و موجبی برای ریختنش در قالب یک عبارت مبهم نیست. صورت دوم این است که قانون را بالاتر از هر اراده‌ای از جمله اراده ملت که در حاکمیت متبلور شده است فرض نماییم. قانونی را میتوان برتر از اراده ملت شمرد که به این اراده قابل تغییر نباشد، حال چه آن را بیان نظام طبیعت بدانیم چه اراده الهی. ولی چنین قانونی معیار نهایی عدالت است، نه مرجع عدالت. مرجع آنی است که این قانون را به اجرا می‌گذارد و طبعاً به فراخور حال تفسیرش می‌کند. حاکمیت خاصیت مرجعی است که صاحب اراده است و قانون را، هیچ قانونی را نمی‌توان صاحب اراده فرض نمود. گاهی نیز به این سخن برمیخوریم که قانون باید حکومت کند، نه افراد. این سخن هم معنای درستی ندارد، به همان دلیل که بالاتر آمد قانون اراده ندارد. اراده از آن قانونگذار و مفسر و مجری قانون است. تنها معنی معقولی که میتوان از این سخن بیرون کشید این است که احکام حکومت نباید دل بخواهی باشد و صرفاً متکی به اراده آزاد،
بلکه باید با قانون مطابقت نماید. فقط باید متوجه بود که این نه در حکم واگذاردن حکومت به قانونگذاران یا قوه مقننه است و نه به قضات و قوه قضاییه. صورت اول تعادل قوا را که محض جلوگیری از استبداد وضع شده است مخدوش می‌سازد و به حکمرانان اجازه می‌دهد تا برای هر تصمیم خود قانون وضع نمایند و هر خواست خود را بنابر تعریف منطبق با قانون بشمارند. صورت دوم که عیناً همان عدم تعادل را باعث می‌گردد، در نهایت حکومتی شبیه حکومت اسلامی خمینی ایجاد خواهد کرد. صورت اولیه تئوری ولایت فقیه خمینی همین حکومت قضات بود. البته قضات شرع. عیب و نقص‌های قوانین شرع باعث شد تا عیب بنیادی این تئوری که ادغام قوای حکومتی در قوه قضاییه است به چشم همگان نخورد. ولی به هر حال اسلامگرایان معایب نظرات خمینی را در عمل به سرعت دریافتند و ترتیبات کار را عوض کردند و برای اراده آزاد قانونگذاران و مجریان نیز جا باز کردند. اراده آزاد از قدرت سیاسی حذف شدنی نیست و حتی اگر این قدرت از ورای قوای مختلف عمل نماید، در تمامی اجزای آن به چشم می‌خورد. قانونگذاران اراده آزاد و نه افسار گسیخته خیش را در زمینه نگارش و تصویب قانون اعمال می‌نمایند و قضات در هنگام تفسیر قانون و اطلاقش به موارد خاصی که به آنها رجوع می‌گردد. قوه اجراییه نیز در همین موقعیت است، چون اجرای قانون در حکم تفسیر آن نیز هست و به علاوه هیچ قانونی همه چیز را پیش بینی نکرده و از آنجا که کار حکومت معطلی برنمی دارد، قوه اجرایی باید آزادی عمل متناسب با وظایفش داشته باشد. حکومت قانون می تواند به معنای برتری قانون اساسی نیز تعبیر شود که شاید معقول ترین تعبیر آن باشد، ولی این را نیز باید به یاد داشت که خود این قانون محصول حاکمیت است و بیان بیشترین حد آزادی اراده در قانونگذاری. تفسیر این قانون هم توسط هر مرجعی که انجام بگیرد این اراده را از میانه حذف نمی کند. جدایی سازمان‌ها. سازماندهی دو اقتدار سیاسی و مذهبی از بسیاری جهات به هم شبیه است، چون هر دو خاصیت ابزاری دارد. از یک سو در اختیار قدرتی است که به کارش می‌گیرد و از سوی دیگر در خدمت هدف غایی. این شباهت ابزاری دو وجه بارز دارد: سلسله مراتب و تقسیم کار که گاه در کلمه دیوان سالاری خلاصه می شود. اینجا هم باز شباهت می تواند موجد توهم ممکن بودن یا سهولت یگانگی این دو گردد. البته معاینه درست چنان که باید شبهه را برطرف می سازد. کارایی و جدایی. نه اقتدار سیاسی و نه مذهبی نمی تواند در سطح وسیع به طور بیواسطه عمل کند و از سازماندهی صرف نظر نماید. سلسله مراتب و تخصص از هیچ سازمان وسیعی جدایی پذیر نیست. هنگامی که مجموعه انسانی مورد اداره وسعت گرفت، اقتداری که در رأس آن قرار دارد باید از عهده توسعه سازمانی بر بیاید، وگرنه از بین می رود. هدف از سازماندهی گسترش حوزه عملکرد و افزایش کارایی اقتداری است که به کارش می گیرد. دو سازمانی که موضوع بحث ماست با سه شاخص از هم جدا می شود. اول از همه اقتداری که در رأس آنها قرار دارد، تمایز حاکمیت و عصمت جدایی دو سازمان را لازم می آورد. اینها قابلیت‌هایی است کلی و جامع و در نهایت بر آرا و تصمیماتی که بر پایه دانش و تخصص و تایید دیگران گرفته شده صحه می‌گذارد. ولی اداره هیچ سازمانی به تصمیمات آزاد رأس آن ختم نمی‌گردد. کار منطق خودش را دارد و در اینجاست که تمایز اهداف غایی تکلیف را روشن می‌کند. رفتن به دنبال دو هدف
که به اندازه مهار خشونت و دستیابی به رستگاری از هم دور باشد نمیتواند توسط سازمان واحد صورت بگیرد. سازمان تابع هدف است و هدفها که جدا شد، سازمانها هم باید از هم جدا شود، چون بالا رفتن کارایی چنین ایجاب می کند. رفتن به دنبال دو هدف متفاوت به کمک سازمان واحد، رسیدن به هر دوی آنها را مختل و حتی ناممکن می سازد. به قول فرانسوی ها نمی توان همزمان دنبال دو خرگوش دوید. کارایی سازمان سیاسی را باید به تواناییش در وحدت بخشی و موفقیتش در مهار خشونت و برقراری عدالت سنجید. چه در استبداد و چه در دموکراسی، داوران واقعی این دو عامه مردم هستند. طبعاً رضایت و عدم رضایت آنها همیشه مستقیماً به تغییر نمی انجامد، ولی اقتدار سیاسی را تضعیف یا تقویت می کند. کارایی سازمان مذهبی را باید به قابلیتش در راهنمایی به سوی رستگاری سنجید و به تواناییش در وحدت بخشی به گروه مؤمنان، نه به نفس رستگاری افرادی که از آن تبعیت نمودند، چون امر خیر در این دنیا قابل وارسی نیست و در اصل هم داوری جز خدا ندارد. اگر مؤمنان اطمینانی در این باب دارند، از جمله امور شخصی و اعتقادی است تو بس. جدایی و ابزاری که برای رسیدن به این دو هدف غایی مورد استفاده قرار می‌گیرد از یک جنس نیست و لااقل می‌توان گفت که نمی‌توان در این هر دو راه از یک ابزار استفاده کرد. این امر در مورد خشونت به طور اخص صدق می‌کند. هدف اصلی سیاست مهار خشونت است و قدرت سیاسی از بکار گرفتن خشونت ناگزیر است، چون خشونت فقط از خود تراش می‌خورد و به همین ترتیب است که می‌توان حریفش شد. اجرای عدالت با تمام اهمیتش بدون مهار خشونت ممکن نیست. سازمان مذهبی وظیفه راهنمایی مؤمنان و یاری بدانها در راه رستگاری را بر دوش دارد و کل کارهایی که روحانیت بر عهده می‌گیرد در نهایت معطوف است به این هدف. از بابت وسیله، مذهب درست در نقطه مقابل سیاست قرار دارد، بدین معنا که استفاده از خشونت مطلقاً برایش ممنوع است، چون مسئله اعتقاد را از بن مخدوش می‌سازد. هرقدر پذیرفتن اجبارهایی که قبول یک دین معین به همراه می‌آورد از دین جدایی ناپذیر است، اجبار در پذیرفتن خود دین از آن بیگانه است. پذیرش و انتخاب دین و در صورت تعلق رسمی یک دین معین پیروی از هنجارهای آن موضوع آزادی است، آن آزادی که اقتدار سیاسی باید ضامنش باشد. آزادی داشتن یا نداشتن دین و تعقیب کردن یا نکردن راهنمایی‌های رهبران آن باید توسط قدرت سیاسی تضمین شود. اعتقاد فقط وقتی برخاسته از اقناع درونی باشد قابل پذیرش است و بس. البته اسباب اقناع بسیار است و انواع عقلانی و عاطفی دارد، ولی به هر حال از خشونت جداست. زعمای مذهب می توانند پیروان را به رعایت هنجارهای دینی فرا بخوانند، ولی حق ندارند به این کار مجبورشان کنند. از مسئله قبول دین هم گذشته، کاربرد خشونت در چارچوب دین و به قصد مجازات خاطیان نیز همانطور که بالاتر در بخش مربوط به هنجارها اشاره شد مطلقاً نامشروع است و مترادف دخالت در کار مرجع سیاسی و کانونی برای کشمکش. مقصود من از آنچه که درباره بیگانگی خشونت با مذهب آمد به هیچ وجه انکار این امر نیست که در طول تاریخ خشونت بارها و بارها توسط مذاهب گوناگون به کار گرفته شده. خشونت مذهبی 30 ساله اخیر ایران را هم که همه شاهدیم. مقصود تأکید بر این است که هر جا خشونت
توسط دین به کار گرفته می شود معلول اختلاط دین با سیاست است. یعنی یا دین به خدمت سیاست در آمده یا آن را به خدمت گرفته. در جمع شاید بتوان به کار گرفتن خشونت را بهترین شاخص تداخل مذهب با سیاست شمرد و دوری جستن از خشونت را یکی از بهترین شاخصهای پالودگی مذهب به حساب آورد. جدایی دو گروه انسانی، گروه‌های سیاسی و مذهبی وجوه اشتراک بسیار دارند. اگر نگاهمان فقط در حد کلیت این اشتراک متوقف شود، یعنی به عبارت دیگر فقط به سطح جریان نگاه کنیم، می توانیم تصویر یگانه شدنشان را در خاطر بپروریم یا حتی خواستار این امر بشویم. ولی اگر بر دقت بیفزاییم، باز متوجه ناممکن بودن وحدت و لزوم جدایی خواهیم شد. دو چهارچوب جهان شمول. واحدهای سیاسی و مذهبی هر دو مجموعه های انسانی است که از نظایر خیش مجزاست و تمایزشان را می توان به روشن‌ترین شکل در سطح گروه‌های جهان شمول دید. یعنی در گروه‌هایی که عضویت فرد در آنها بلاواسطه انجام می‌پذیرد و مشروط به عضویت در گروه دیگری نیست که نقش واسطه را بازی کند. به عنوان مثال، گرویدن یک نفر به دین اسلام نه مشروط است به تابعیت واحد سیاسی خاص، نه عضویت در خانواده یا قوم معین، نه تعلق به طبقه‌ای مشخص. گروه‌های جهان شمول به دلیل این پالودگی در هر رشته که فعالیت نمایند، امکان تبعیت از منطق حاکم بر آن رشته را بسیار بیش از گروه‌هایی که واجد این خصلت نیستند فراهم می‌آورند. شکل گیری آنها با نوزج گرفتن فردیت به معنای استقلال فرد نسبت به گروه‌هایی که عضو آنهاست و عدم تابعیت مطلقش از گروه همراه است. این فرایند دوگانه که یکی از شاخصهای مهم تجدد شمرده شده است، با مجزا شدن هرچه بیشتر شاخه‌های فعالیت اجتماعی از یکدیگر همسوست، زیرا ایجاد رابطه‌ای که در یک سوی آن فرد قرار دارد و در سوی دیگر رهبری گروه اسباب عیان شدن هرچه بیشتر منطق این رابطه و جلوگیری از خلط شدن آن با امور دیگر می شود و بخت دستیابی به هدف را بیشتر می سازد. در یک کلام، هر گروه برای فعالیت فارغ از مزاحمت گروه‌های دیگر مجال بیشتری پیدا می کند. روشن است که مقصود از متمایز شدن و جدا شدن هرچه بیشتر گروه‌ها از هم این نیست که عضویت در یکی از آنها مانع عضویت در دیگری می شود. هر فرد در دل بسیاری شبکه‌های داد و ستد اجتماعی جا دارد و به این اعتبار می توان عضو گروه‌های اجتماعی بسیاری به شمارش آورد. جا داشتن در یک واحد سیاسی و در یک مذهب نیز به همین ترتیب در کنار هم واقع می شود، بدون اینکه یکی در دیگری اختلال ایجاد کند. اختلال در دو صورت واقع می گردد. اگر این دو با هم یکی فرض شود و ورود و خروج به هر دوی آنها به یکدیگر بسته باشد و حق انتخاب فرد را محدود سازد. دوم، وقتی که عضویت در یک گروه حالت انحصاری بگیرد و مانع از قبول عضویت فرد در دیگر گروه ها بگردد. این هم زمانی واقع می شود که گروه اخیر حالت توتالیتر پیدا کند، یعنی مدعی تحقق تمامی اهداف زندگانی اجتماعی بشود و به همین دلیل دیگر گروه ها را فاقد علت وجودی بشمارد. این را نیز اضافه کنم که جهان شمول بودن این گروه ها بدین معنی است که هیچ عامل درونی گسترششان را متوقف نمی سازد و هر گروهی از این قماش می تواند بالقوه تمامی بشریت را در بر بگیرد. مرزهای بالفعل این گروه ها در عمل و تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل می گیرد. گروه جهان شمول که با فرد رابطه مستقیم برقرار می سازد به نوعی بر برابری اعضای خیش مبتنی است. تمامی اعضای گروه از دیدگاهی معین که منطق این بخش از فعالیت اجتماعی بر آن استوار است،
برابر به شمار می آیند. در سیاست این برابری در تبعیت از مرکز اقتدار نمایان می گردد. برابری در تعیین تصمیمات این مرکز که روی دیگر سکه است خاص دموکراسی هاست و در مذهب در بخت یکسان برای دستیابی به رستگاری. طبعا این برابری به هیچ وجه مانع پیدایش سلسله مراتب و تقسیم کار نیست، ولی در همه حال پایه و اساس کار میماند. برابری نقطه راهنما و مرجع ارزیابی و انتظام هر گروه است، نه وضعیتی که همیشه به صورت بالفعل در بین اعضای آن حکم فرماست. حاجت به گروه. علت وجودی گروه‌های سیاسی و مذهبی تحقق هدفی است که متوجه بدان هستند. هدف غایی سیاست که مهار خشونت است اصلاً خارج از جامعه معنا ندارد و کوشش برای دستیابی به هدف غایی مذهب هم که رستگاری است در حیات گروهی متحقق می شود، زیرا مذهب یک نفره نداریم. در این وضعیت قطع رابطه فرد با گروه مستلزم صرف نظر کردنش از رسیدن به اهدافی است که از طریق فعالیت گروهی ممکن می‌گردد. در مورد سیاست باید هر ارتباطی را با دیگر افراد انسان قطع کرد و مثلا به تنهایی در بیابان زندگی کرد تا امکان بروز هیچ اختلافی با بنی بشری پیش نیاید و سیاست اصلاً موضوعیت پیدا نکند. در مورد مذهب گسستن رابطه با عموم مذاهب لازم است و دست زدن به دامان نوعی عرفان فردی. این را نیز باید در نظر داشت که شاید ارتباط برقرار کردن با تقدس به صورت فردی ممکن باشد، ولی امکان حیات اجتماعی بدون سیاست وجود ندارد و هرچند ممکن است که انسان از زمانی تصمیم بگیرد که هر ارتباطی را با جامعه قطع نماید، ولی رسیدنش از حالت بهیمی به انسانی جز در جمع و در جامعه ممکن نیست و طبعاً مدیون سیاست است. برای آدمیت باید در جامعه زیست یا لااقل از حیات اجتماعی شروع کرد. مرز گروه. وقتی صحبت از گروه انسانی می کنیم طبعاً باید مرزی را که این دسته از آدمیان را از نظایرشان جدا می کند در نظر بیاوریم. افرادی که درون گروه هستند با آنهایی که بیرون هستند یکسان و به عبارتی می توانیم بگوییم برابر شناخته نمی شوند. این بدان معنا نیست که هر کس بیرون بود دشمن است و باید با وی از در ستیز درآمد، ولی تفاوت بارز است و اساسی و اگر حذف بشود اصلاً گروه معنای خود را از دست می دهد. معنای هر گروه را با ترسیم مرزهایش می توان معین کرد. مرز بین اعضای گروه مذهبی با کسانی که بیرون از این گروه یا اصلاً از هر مذهب قرار دارند، مرز بین نامزدان رستگاری و آنهایی است که از این موهبت محروم به حساب می آیند. مذهب خط مرزی بین مقدس و نامقدس را ترسیم می کند. اهل مذهب به اولی راه دارند و باقی نه، یا حداقل نه آنطور که باید. مفهوم دشمن اصولاً از مقولات سیاسی است و ارتباطی به مذهب ندارد و اگر وارد مقولات مذهبی می شود نشانه اختلاط نابجای مذهب با سیاست است. وقتی هدف غایی سیاست را مهار خشونت بدانیم و حوزه اقتدار سیاسی را محدود بشماریم، به هر حال تا به امروز دولتی جهانی پدید نیامده است که همه ابنای بشر را تحت اقتدار سیاسی واحدی گرد بیاورد. مرزی که تابعان این واحد را از دیگر مردمان جدا می کند مرز خشونت است که در یک سوی آن اقتدار سیاسی پاسخگوی مهار این پدیده است و در سوی دیگر نه، چون در موضعی نیست که بتواند چنین تضمینی بدهد. در داخل صلح برقرار است یا باید باشد، ولی در خارج همیشه واقع شدن جنگ ممکن است. به قول متفکر نامدار آلمانی که تأکید را بر وجه خارجی حاکمیت گذاشته است، مرز سیاست مرز بین دوست و دشمن است. اجالتا بگویم که تمایز
بین خودی و غیر خودی را که نظام فعلی باب کرده است میتوان ترجمه همان گفته شمرد، چون اسلامگرایان با جامعه‌ای که تحت حکم آنهاست سر جنگ دارند و با مردم تحت حکم خود چون مغلوبین در جنگ رفتار می‌کنند. پس منطقی است که همه غیر خودی ها را دشمن بالقوه فرض نمایند. عضویت درون این گروه ها معمولاً از بدو تولد صورت می‌پذیرد. فرد به هنگام تربیت ملزم به پذیرش آن می‌گردد و سپس خارج نشدن از گروه به حساب رضایتش به این عضویت گذاشته می‌شود. البته امکان عضویت اختیاری در آنها نیز موجود است، ولی به طور مطلق آزاد نیست و مشروط است به پذیرش شروط گروه. از طرف دیگر خروج از این گروه ها نیز همیشه آزاد نیست و گاه به شدت مجازات می شود. اینکه عملاً هر کس از هنگام زایش در گروهی سیاسی و مذهبی جا می گیرد بدون اینکه خود تقاضای چنین عضویتی را کرده باشد، به این معنا نیست که تمامی شرطهای این عضویت را به جا می آورد. می توان به عضویت فقط با احتراز از خروج ادامه داد. در مورد بسیاری از اعضا جریان چنین صورتی دارد. مسئله به جا آوردن شرایط عضویت در این دو رشته تفاوت بسیار دارد. اختیار عضویت در گروه مذهبی قاعدتاً به دست خود فرد نیست. وی تابع فیضی است که باید از سوی منبع تقدس شامل حالش بشود. از آنجا که نفس ایمان به طور مستقیم رویت نمی شود، در مورد مذهب شرط عضو بودن ادای فرایض است و ایمان داشتن از این امر استنتاج می گردد. کار رسیدگی به انجام فرایض نیز همیشه ترتیبات منظم و معین ندارد، چون بخش عمده از آنها به طور خصوصی انجام می‌پذیرد و به راحتی قابل سنجش نیست. هر جا تفتیش عقاید بود، انجام فرایض بیش از پیش صورت عمومی پیدا می‌کند، از نماز جمعه گرفته تا غیره. در هر صورت باید بین عضو شدن در یک گروه مذهبی و ایمان داشتن تفاوت قائل شد. البته گروه مذهبی به معنای اخص و حتی میتوان گفت به تنها معنای درست از مؤمنان تشکیل شده است، از اشخاصی که به نوعی تقدس را تجربه کردند یا به هر دلیل و ترتیب به آن اعتقاد دارند، نه از کسانی که به معنای آماری عضو گروه محسوب میشوند و تعدادشان بسیار بیش از گروه اول است. در مورد سیاست که به هر صورت عضویت یا لااقل تداومش اصولاً برخاسته از اختیار خود فرد است، کار قدری مشکل‌تر است. اگر با دموکراسی سر و کار داشته باشیم که وظایف عبارت است از وظایف شهروندی، ولی در نظام‌های استبدادی که افراد در گرداندن امور واحد سیاسی دخالتی ندارند، باز هم به یک رشته کارها مجبورند. تبعیت از احکام دولتی و دادن مالیات و شرکت در دفاع از کشور. گروه سیاسی همه کسانی را که در واحد سیاسی جای دارند شامل می‌گردد و اگر شرایط عضویت را به جا نیاورند، قدرت سیاسی قادر است آنها را بدین کار وادارد. موافقت نداشتن با اقتدار سیاسی در این وضعیت تغییری نمی‌دهد. نکته اصلی در مقایسه عضویت در این دو گروه این امر است که اصولاً میتوان بدون مذهب زندگی کرد، ولی بدون سیاست نمیتوان. فایده عضویت چیست؟ آنچه از عضویت در واحد سیاسی نصیب فرد می شود در امان ماندن از خشونت است. در واحد سیاسی چه استبدادی باشد و چه نه، قاعدتاً افراد درون گروه از امتیازات بیشتری نسبت به بیگانگان بهره ورند. یعنی حکومت در حق آنان وظایفی دارد که نسبت به بیگانگان ندارد. از جمله این که در مقابل حمله خارجی حفظشان کند و اگر کسی با آنها بد کرد حساب بطلبد. برای همین است که در توصیف بدترین نوع استبداد میگویند
با مردم کشور خودش چون مردمان مغلوب رفتار می کند، یعنی نه هیچ حقی برای خود آنها قائل است، نه هیچ وظیفه‌ای برای خود در قبال آنها. آنچه از عضویت در یک گروه مذهبی به دست می آید رهگشودن به سوی رستگاری است که دستیابی بدان تابع فیض الهی است. بیرون بودن از هر گروه مذهبی و بی‌اعتنایی به تقدس یعنی به حساب نیاوردن رستگاری و طبعاً صرف نظر کردن از آن. روشن است که رستگاری فقط از دیدگاه مؤمنان موجودیت دارد و دستیابی بدان حائز اهمیت است، نه برای همه. در مقابل در امان ماندن از خشونت نقد است و در همین جهان قابل وارسی است. به همین خاطر روحانیت هیچگاه به ترتیبی که با مسئولان سیاسی قابل مقایسه باشد در معرض پاسخگویی نیست. عضوگیری اجباری. درباره عضوگیری اجباری و ممانعت از خروج اعضا نیز باید سخنی گفت. مشروط بودن دخول و آزادی خروج خاص گروه‌های دموکراتیک و نشانه آزادی است که متاسفانه در همه جا موجود نیست. همانطور که بالاتر آمد، واحدهای جهان شمول چه سیاسی و چه مذهبی اصولاً حدی بر گسترش خود نمی‌شناسند. در زمینه سیاست این عضوگیری باز و مدام دو صورت می‌گیرد. یکی پذیرفتن افراد جدید در دل خود و دیگر کشورگشایی و تحمیل اقتدار خود به مردمانی که خواستارش نیستند. می‌دانیم که این صورت دوم نیز در طول تاریخ بسیار واقع شده است، ولی از آنجا که خشونت اسباب کار سیاست است، در عین نامطبوع یا ناپسند بودن هیچگاه خلاف منطق این رشته حیات بشر جلوه نکرده است و کار سیاست را مختل نکرده، در صورتی که ورود خشونت به حوزه مذهب اساساً و بنابر تعریف در کار جستجوی رستگاری ایجاد اختلال می کند. اقتدار سیاسی که دست به خشونت می برد الزاماً از طبیعت خود دور نمی افتد، ولی اگر اقتدار مذهبی چنین بکند مسخ می شود و تغییر ماهیت می دهد. عضویت در گروه مذهبی و بیرون آمدن از آن امری است فردی، لااقل در مذاهب جهان شمول که امروز عملاً بیشترین شمار مردم روی زمین را پیرو خود کرده اند. دخول بدان راهگشای رستگاری فرد می گردد و خروجش این راه را بر وی می بندد. اعمال خشونت بر فرد و به نام گروه مذهبی اساساً دو ریشه دارد. یکی در نظر نگرفتن وجه فردی عضویت. به عنوان مثال اگر کشور یا تیره یا خانواده اعضای اصلی گروه مذهبی شناخته بشوند، کار دخول و خروج در دست فرد نیست و وی به نام گروه واسطه عضویت در مذهب تحت فشار قرار می گیرد، یا اگر خود کار خطایی بکند بستگانش در معرض فشار قرار می گیرند. دوم، اختلاط مذهب است با سیاست. یکی گرفته شدن گروه سیاسی و مذهبی که هم اعضای گروه‌های دیگر را دشمن بالقوه می شمارد و هم وسایل ابراز خشونت را در خدمت مذهب قرار می دهد و هم در موقعیتی قرارش می دهد که باید خشونت را اداره کند و به کار بگیرد، باعث می گردد تا عضویت در آن صورت اجباری پیدا کند و خروج از آن به دشمنی تعبیر گردد و مجازات‌های گاه بسیار شدید را به دنبال بیاورد. جنگ مذهبی. در پایان این بخش اشاره کوچکی به مسئله جنگ مذهبی بیجا نخواهد بود. جنگ و دشمن هر دو مقولات سیاسی است و اصلاً به کارگیری آنها توسط اهل مذهب بیجاست. تصور این که میتوان مردم را به زور به راه راست کشان و برخلاف میل خود رستگارشان نمود در برخی مذاهب ریشه دارد، ولی اساساً از نفس اعتقاد مذهبی بر نمیخیزد. خشونت مذهبی یا چیزی که ما به این نام مینامیم صرفاً مولود اعتقاد نیست، بلکه از تداخل آن با سیاست است که بیرون می آید.
آنچه جنگ مذهبی نامیده می شود مثل همه جنگ ها ماهیت سیاسی دارد و تابع منطق سیاست است. فقط انگیزه و گفتاری که موجهش می شمارد مذهبی است. در این قبیل جنگ ها دو یا چند مذهب نیستند که با یکدیگر جنگ می کنند. دو یا چند واحد سیاسی هستند که چنین می کنند. چون مرز دوست و دشمن مرز سیاسی است، نه مذهبی. در این موارد نقش مذهب معمولاً به توجیه موضع این دو گروه و اداره بعد ایدئولوژیک مبارزه از طریق تقدیس داو ختم می‌گردد. باید مواردی را که هدف نبرد صرفاً برتری دادن یک مذهب بر دیگری است نادر شمرد و سراغشان را در گروه‌های کوچک که مسموم ایدئولوژی مذهبی باشند یا احیانا جنبش‌های آخر زمانی گرفت که اصلاً آینده ای را به معنای معمول و تاریخی آن متصور نیستند تا بخواهند طی آن امتیازی را صاحب شوند. طبعاً خشونت جنگ‌های مذهبی که مثال زدنی است برخاسته است از وارد شدن و قوت گرفتن عامل تقدس که برخلاف عوامل سیاسی یا اقتصادی از مهار خرد می‌گریزد و پیروزی را در امتیاز گرفتن از حریف نمی‌بیند، بلکه در نابودی او می‌جوید. یگانگی و جدایی، رامین کامران، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش سوم، دو محور جدایی. وقتی آن 5 مقوله‌ای را که آمد از نظر بگذرانیم و به مصادیق تاریخی آنها در ایران نظر کنیم، بلافاصله روشن می شود که شکلگیری و قوامشان تا حدی که به سیاست مربوط است بسیار پیش رفته و در برخی موارد نه تنها سالها که قرن‌هاست انجام گرفته است، ولی در عوض هر جا ضعفی هست از جانب مذهب است. به عبارت دیگر آن قوامگیری که باید در دو سوی مرز انجام شود تا خطی که سیاست و مذهب را از یکدیگر جدا می کند مشخص گردد فقط در یک طرف انجام شده و در طرف مقابل بیشتر ابهام است و سردرگمی. در ایران تمامی جور جدایی را سیاست کشیده و مذهب در این باب کاری نکرده است. مشکلات ما هم در نهایت برخاسته از این وضعیت است. البته نباید چندان از این اوضاع تعجب کرد. ایران یکی از کهن‌ترین واحدهای سیاسی است که بر روی زمین پدید آمده و دستگاه متمرکز حکومتی پیدا کرده. در مقابل دین اسلام پس از فروپاشی دستگاه خلافت که در آن مذهب از سیاست تفکیک نشده بود، هیچگاه نتوانسته است انتظامی را که باید پیدا کند و از بابت نظری در همان عوالم یگانگی سیاست و مذهب باقی مانده، هرچند نوعی تفکیک عملی از سیاست را به ناچار پذیرفته است. این امر در مورد شیعیان نیست که به هر حال سنت تفکر متافیزیک را در دل اسلام حفظ کرده‌اند و از بابت سازماندهی در موقعیتی بهتر از اهل سنت قرار دارند مشهود است. از میان 5 عاملی که شمرده شد، تمایز مفهومی در همه حال موجود است، ولی به طور مستقیم در صحنه تاریخ ایفای نقش نمی کند. در عوض جدایی هنجارها، سازمانها و گروههای سیاسی و مذهبی در نهایت متکی به تمایز اقتدار در این دو زمینه است که در جدایی مذهب و سیاست نقش محوری دارد. استقلال و تمایز دو اقتدار سیاسی و مذهبی چنان که به تجدد انجامیده و امروز هم مد نظر ماست، ریشه در کشمکشی دارد که در پایان قرن 11 و اول قرن 12 بین کلیسا و سلطنت‌های اروپایی واقع گشت. در این دوران اصلاحاتی که توسط پاپ گرگوریوس هفتم شروع شد و چند دهه به طول انجامید، سازمان کلیسا را تجدید و تحکیم کرد. کشمکش بر سر انتصاب اسقفان که در بسیاری موارد توسط پادشاه هر کشور انجام می گرفت و به قصد کوتاه کردن دست حکومتگران از اقتدار کلیسا شروع شد و هدف اولیه آن
تأکید بر استقلال این نهاد بود، ولی ادعای کلیسا در نهایت بدین جا کشید که خود قدرت سیاسی هم اصولاً باید در خدمت و تحت حکم اقتدار مذهبی باشد. در طرف مقابل واکنش به این ادعا به سرعت شکل گرفت و در پایان کشمکش بالاخره خود اصحاب کلیسا هم پذیرفتند که این نهاد قادر به اداره سیاسی ممالک اروپایی نیست و برتریش معنوی میتواند باشد، نه حکومتی. این استقلال بالفعل سیاست از مذهب که پذیرشش در حکم پذیرفتن منطق حیات اجتماعی بود، ظرف قرون بعدی و با استحکام روزافزون دستگاه دیوانی سلطنت‌های اروپایی که از دستگاه اداری کلیسا گرته برداری شده بود، قوی‌تر شد و بالاخره برآمدن مفهوم حاکمیت راه جدایی کامل اقتدار سیاسی را از مذهب و خدا گشود. مرحله بعدی تعلق گرفتن حاکمیت به ملت بود که با انقلاب‌های دموکراتیک صورت گرفت. اگر تاریخ تجدد غربیان که در قرون 16 و 17 آغاز شد ریشه در آن اختلاف قرون 11 و 12 دارد، تاریخ تجدد ما عملاً در آخر قرن 19 و از جایی شروع شده که سرمشق غربی ما شکل روشن و کامل خود را پیدا کرده بوده است. ورود مفاهیم نوین سیاسی به ایران و درگیری بر سر جداسازی و تثبیت دو اقتدار سیاسی و مذهبی به صدر مشروطیت باز می‌گردد. در مورد ایران برعکس غرب تقدم با مفهوم حاکمیت بود که در قرن 19 به ایران وارد و به روشنی بیان و تعریف شد و پایه اختیار مردم کشور بر تعیین سرنوشت خودشان گشت. به هر حال قبل از آن هم اقتدار سیاسی دست بالا را داشت و هیچگاه وامدار سازمان مذهبی نبود. مفهوم نمایندگی نیز که بسته به دو اقتدار سیاسی و مذهبی است و واسطه اعمال آنهاست، با مشروطیت به ایران وارد گشت و وابسته به مفهوم حاکمیت تعریف شد. برقراری جدایی که محتاج ساقط شدن نظام اسلامی است، قاعدتاً به اعاده حاکمیت ملت و برقراری دموکراسی خواهد انجامید، یا به عبارت دقیق‌تر باید بیانجامد، چون وجه سیاسی کار مدت هاست که از بابت نظری حل شده و فقط با مشکلات عملی درگیر بوده است. ولی اقتدار مذهبی گرفتار این هر دو مشکل است که حلشان برای برقراری جدایی معقول و با دوام سیاست و مذهب لازم است. قبل از پرداختن به این دو اقتدار نکته ای را یادآوری کنم. ما دائم صحبت از دو اقتدار سیاسی و مذهبی می کنیم و این دو را در برابر هم قرار می دهیم، ولی ساختار این دو قرینه هم نیست. این عدم تقارن برخاسته از ماهیت هسته اولیه این دو اقتدار است. عصمت به دلیل ارجاع به آفریدگار بنابر تعریف در نقطه شروع مطلق جای می‌گیرد و مطلقاً نمی‌تواند تحت حکم عامل دیگری قرار بگیرد و به همین دلیل عامل محدود کننده آن که عقل است باید در ذات پروردگار جای داشته باشد. در مقابل حاکمیت نقطه شروع نسبی است، نه مطلق. نیرویی که به کار می‌گیرد و عقلی که منتظمش می‌کند ماهیتاً از خودش نیست. محدودیت‌هایش از بیرون به او تحمیل می‌شود، نه از درون خودش. اگر می‌خواستم صرفاً نظم متافیزیک عرضه مطلب را در نظر بگیرم، سخن را از اقتدار مذهبی شروع می‌کردم. ولی از آنجا که نوشته حاضر اساساً متوجه است به وجه تاریخی کار و ترتیبات برقراری جدایی در ایران، اول به اقتدار سیاسی می‌پردازم. اقتدار سیاسی. اقتدار سیاسی را می‌توان از دیدگاه نظری مرکب از 3 عنصر دانست. اول حاکمیت، سپس کاردانی و آخر قبول مردمی. در مورد این 3 باید 2 نکته را در نظر داشت. اول اینکه هیچ اقتدار سیاسی نمی‌تواند از یکی از اینها صرف نظر بکند، هرچند تعادلی که باید بینشان برقرار بشود در همه موارد یکی نیست.
دوم اینکه برآمدن مفهوم حاکمیت ملی این سه را به نوعی در هم تحلیل برده و موقعیت خاصی ایجاد کرده است که تعادل نوینی می‌طلبد. حاکمیت همانطور که بالاتر هم گفته شد، کارکرد حاکمیت ایجاد وحدت است در واحد سیاسی از ورای مهار خشونت با انحصار حق به کار بردن آن در بیرون و درون. حاکمیت اختیار نهایی تصمیم گیری است، بیان اراده آزاد است در زمینه سیاست و به همین دلیل نمیتواند بر حکم مرجعی برتر از خود گردن بنهد و توسط آن محدود گردد. حاکمیت در هنگام بنیانگذاری یک واحد سیاسی است که به وسیع‌ترین شکل عمل می‌کند، وگرنه در طول حیات این واحد همیشه با همان وسعت به کار گرفته نمی‌شود. مشکل در اینجاست که اراده مطلقاً آزاد به هر سو می‌تواند برود و حتی وقتی اراده ملت باشد و بیان خواست صریح جمع شهروندان می‌تواند صورت استبداد بگیرد، چون هیچ حد و حدودی در برابر آن ترسیم نشده است. به عبارت دیگر حتی حاکمیت هم باید به ترتیبی محدود گردد، وگرنه از آزادی شهروندان چیزی باقی نخواهد ماند. محدود شدن حاکمیت یعنی قبول این که به همه چیز نمیتواند بپردازد، یعنی به رسمیت شناختن اعتبار و استقلال شعب مختلف حیات انسان و علاوه بر آن حرمت افراد انسان و نیز این که قدرت سیاسی مجاز به دخالت در تمامی زوایای حیات فردی یا گروهی آنها نیست. از این گذشته در موردی هم که حوزه مشروع عمل کرده اوست، حاکمیت نمیتواند هر تصمیمی بگیرد، هم به معنای اینکه مجاز بدان نیست و هم اینکه توانش را ندارد. واقعیت از خود شکلی دارد که تابع حاکمیت نیست. بارزترین مورد مثال این محدودیت برقراری عدالت است که دل بخواه قدرت سیاسی نیست. نمیتوان سرخود هر کاری کرد و اسمش را اجرای عدالت گذاشت. از این گذشته حاکمیت نمیتواند مدعی خلق جهانی که بر آن حکم میراند بشود و بگوید که کارش را از عدم مطلق شروع کرده. حاکمیت واحد سیاسی را خلق میکند، نه جامعه را. این دومی واقعیتی است که قبل از به میدان آمدن حاکمیت وجود داشته و بعد از آن هم وجود خواهد داشت. حاکمیت می‌کوشد تا این پدیده را منتظم کند و اداره نماید، ولی قادر نیست هر تغییری که خواست در آن بدهد. حاکمیت در حق واحد سیاسی از بابت نظری صاحب اختیار کامل است، ولی حتی از بابت نظری قدرت لایزال ندارد که با آن هر کاری که می‌خواهد بکند. تهدید حاکمیت مستلزم عقلانی شدنش است. عقلانی شدن اقتدار سیاسی تبعیت آن از عاملی است که نظم جهان و محدودیت‌های نظری و عملی خود حاکمیت را به آن می‌شناساند. در عین به خاطر داشتن محدودیت‌ها باید دقت داشت که اعمال حاکمیت است که نظام حقوقی را بنیان می‌نهد. بنابراین نمی‌توان نفس حاکمیت را با ارجاع به قوانین موضوعه محدود کرد. آنچه گاه به مطلق بودن یا نامتناهی بودن حق حاکمیت تعبیر می شود، همین آزادی عملش نسبت به این قبیل قوانین است، نه اینکه مجاز یا قادر به هر کاری است و هیچ مانع و رادعی در برابرش نیست. کاردانی اعمال اقتدار سیاسی نمیتواند فقط به بیان بیمرز حاکمیت محدود گردد. اداره هر واحد سیاسی محتاج کاردانی است و کاردانی هم نه از اراده آزاد و قدرت صرف میزاید و نه از تایید مردم. کاردانی سیاسی علمی نیست ولی عقلانی هست و شیوه عمل کردن و سنجیدن نتیجهش حساب و کتاب دارد، اما گرفتار دو مشکل است. اول اینکه نمیتواند از تأثیر ایدئولوژی برکنار باشد. نکته در این است که ایدئولوژی هم وجه معرفتی دارد و هم وجه ارزشی، بنابراین نمیتواند به همان ترتیب محک ارزیابی قرار بگیرد که معیارهای تکنیکی یا علمی.
اتخاذ تصمیم سیاسی از انواع و اقسام امکانات موجود از جمله اطلاعات تخصصی و علمی سود می‌جوید، ولی خود در نهایت به هیچ کدام اینها قابل تقلیل نیست و در تمشیط امور مصلحت کلی جمع را در نظر می‌گیرد که نمی‌توان از آن تعریف یگانه و علمی عرضه کرد. از این گذشته کاردانی سیاسی متوجه است به عمل و امر صرفاً نظری نیست. از اینها گذشته موفقیت عملی سیاست اصولاً از قبل قابل پیش‌بینی و کنترل نیست، چون با آینده سر و کار دارد. تشخیص کاردانی سیاسی بعد از عمل انجام می‌پذیرد تا کسی قدرتی را اعمال ننماید. نمی‌توان از قابلیتش سخن گفت و به هر صورت هیچگاه نمی‌توان موفقیتش را تضمین شده انگاشت. ما قابلیت سیاسی را بر چند اساس ارزیابی می‌کنیم. اول از همه به شناختن اهدافی که نامزد یا صاحب قدرت می‌خواهد بدانها برسد. گزینش هدف درست و معقول اول نشانه قابلیت است. در درجه دوم ایدئولوژی و برنامه او را در نظر می‌گیریم تا ببینیم به چه ارزش‌هایی پابند است و چه راه‌هایی را برای رسیدن بدانها مناسب می‌شمارد. اهم اینها تعریف وی از عدالت است و روش برقرار کردن آن. از اینها گذشته به سابقه او نظر می‌کنیم تا ببینیم در مواردی که قرار بوده کاری را بر عهده بگیرد چگونه از عهده برآمده است. روشن است که درستکاری وی را که در مرز سیاست و اخلاق قرار دارد از قلم نمی اندازیم تا ببینیم چه اندازه می توان به حرفش اعتماد کرد و جداً پذیرفت که مصلحت عام را بر منافع شخصیش برتری خواهد داد. وقتی صحبت از شایسته سالاری می شود، باید دقت داشت که شایستگی سیاسی مخلوطی از همه اینهاست و اصولاً مقوله بسیار پیچیده است و به هیچ وجه به جنبه اخلاقی کار یا کاردانی فنی ختم شدنی نیست. قابلیت سیاسی نه فضیلت است و نه علم، ولی برای پیدا کردن راه درست به هر دوی اینها محتاج است. قبول مردمی. هیچ اقتدار سیاسی از قبول مردمی که تحت حکمش قرار دارند بی‌نیاز نیست و در مقابل اطاعتی که از آنها می‌طلبد باید چیزی نیز بدانها عرضه بدارد. آنچه باعث می‌شود تا این امر بدیهی و اساسی از چشم بسیاری دور بماند تأکید بر وجه استبدادی حکومت‌های قدیم است و این تصور که برقرار ماندن آنها فقط متکی به زور بوده است. این تصور نادرست است و هیچ حکومتی نمی‌تواند فقط به اتکای زور دوام نماید. طی قرن‌ها قبول مردمی با تبعیت از احکام حکومتی به خصوص با پرداخت مالیات و شورش نکردند نمودار می شده است و فقط پیدایش دموکراسی است که به این قبول مردمی صورتی منتظم داده و آن را اساس اعتبار و دوام حکومت ساخته است. مردم به طور کلی 3 چیز از حکومت می طلبند: امنیت، رفاه و آزادی. اولی که مهمترین نیز هست برمیگردد به اساسی ترین کارکرد اقتدار سیاسی که همان مهار خشونت است. ولی این هم روشن است که صرف این کار که میتواند از سوی مستبدترین حکام نیز انجام گردد برای اعتبار بخشیدن به یک حکومت کافی نیست و صورت حداقل را دارد. رفاه طبعاً به همان اندازه پرخواستار است و تعریف و سطحش بسته به نوع حکومت، موقعیت جامعه و غیره فرق می کند. ولی هیچ حکومتی از تأمین آن بی‌نیاز نیست. از جمله به این دلیل اساسی که حکومت‌ها معمولاً با مالیاتی که از مردم تحت حکمشان می‌گیرند به حیات خود ادامه می‌دهند و برای گرفتن مالیات بیشتر باید این مردم در موقعیت مادی مناسبی قرار داشته باشند. استنکاف از پرداخت مالیات به این دلیل که حکومت از عهده کارهایی که قاعدتاً بر عهده اوست بر نمی آید حرف دیروز و امروز نیست و به هیچ وجه هم محدود نیست به مورد کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که پرداخت مالیات را پایه دخالت مردم در اداره کشور
و در نهایت رسیدن به دموکراسی کردند. کشمکش بر سر آنچه که مردم به حکومت می‌دهند و آنچه که در عوض دریافت می‌دارند به قدمت تاریخ است. در نهایت آزادی را هم باید در نظر آورد و به یاد داشت که خواست آزادی به معنای آزادی منفی، یعنی در امان بودن از دخالت نابجای دولت، بسیار قدیمی است و باز هم مختص اروپا نبوده. در هیچ یک از نظام‌های قدیم کشورداری حکومت مجاز نیست که در همه کارها دخالت کند و در هر مورد هر تصمیمی را که می‌خواهد اتخاذ نماید. در هر دوره و در هر فرهنگی اموری هست که دخالت حکومت در آنها بیان ظلم است و اگر هم به زور انجام شدنی باشد اصولاً پذیرفته نیست. آنچه که خاص دموکراسی و خاصه عصر جدید است آزادی مثبت است، یعنی حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت آن واحد سیاسی که بدان تعلق دارند. طبعاً امروز از این خواست بیشتر صحبت می شود و بسیاری از ایرانیان نیز اختلاف خود با نظام اسلامی را برخاسته از نبود آزادی می دانند. به طور گذرا بگویم که از دیدگاه لیبرال اصلاً امنیت بدون آزادی معنای درستی ندارد و رفاه هم بدون داشتن آزادی که ضامن اصلی تولید ثروت است میسر نیست. در پایان چند نکته کوتاه را از نظر بگذرانیم. تقلیل اقتدار سیاسی به حاکمیت صرف در حکم فروکاستن آن به اعمال اراده است بدون هیچ محدودیت، بی دغدغه کاردانی و بدون اعتنا به خواست مردم. حتی در جایی که حاکمیت از آن مردم شمرده شود چنین وضعی به استبداد ختم خواهد شد، چون انتظام عقلانی نخواهد یافت و حرمت حوزه خصوصی حیات مردم از اساس در آن نفی خواهد گشت. فروکاستن اقتدار سیاسی به کاردانی آن را از اسباب اصلی وحدت که حاکمیت است خواهد برید و به حد کشمکش گروه‌های پراکنده نزولش خواهد داد، چون نمیتوان راه حل‌های مختلف سیاسی را فقط به حکم عقل طبقه بندی کرد و وجه ارزشی آنها را واگذاشت. به علاوه چنین اقتداری از هر گونه حسابرسی آزاد خواهد شد. محدود شدن اقتدار سیاسی به قبول مردمی و حذف حاکمیت و کاردانی راه را برای پراکندگی و عوامگرایی می‌گشاید. خواستهای مردمی به منتهی درجه متنوع و پرشمار است و اگر حاکمیت در کار نباشد وحدت بخشیدن به آنها ممکن نیست. کنار رفتن کاردانی هم راه انتظام منطقی آن را می‌بندد. ذکر این نکته جنبی هم بیفایده نیست. تا قبل از عصر جدید میشد تصور کرد که باید نوعی تعادل بین سه عنصر اقتدار سیاسی حفظ شود. حاکمیت به معنای اراده آزاد که در اختیار پادشاه بود نه مردم، کاردانی حکمرانان و قبول مردمی، با احاله حاکمیت به مردم و برقراری دموکراسی که قبول مردمی و حاکمیت را یکی کرد و در عین حال عامه مردم را داور کاردانی سیاسی نمود. این سه عامل که هیچ کدام از میانه حذف نشد به یک مرجع حواله شد و امکان برقراری تعادل بین آنها از سوی مراجع مجزا منتفی گشت. امروزه ایجاد تعادل دو صورت پیدا کرده است. یکی تعادل قوا که با تقسیم قدرت سیاسی بین سه قوه از تمرکز آن و گرایشش به استبداد جلوگیری می کند. دیگری تعادل بین دو وجه مثبت و منفی آزادی، یعنی دموکراسی و لیبرالیسم است، بین حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش و در عین حال نهی قدرت سیاسی از دخالت در تمامی وجوه زندگی فردی و جمعی. در عصر جدید لیبرالیسم این مهم را بر عهده می‌گیرد. این دومی امر ایدئولوژیک است و متکی به نهاد معینی نیست، بلکه اصل کلی و راهنماست که باید مد نظر همه بازیگران صحنه سیاست، چه حکمران و چه شهروند ساده قرار بگیرد.
آوایبور.com. وجه تاریخی حاکمیت ملت در ایران. مفهوم حاکمیت، وسایل اعمال آن و حتی محدودیت‌هایش سالهاست در فرهنگ سیاسی ایران جا افتاده است. آنچه باید با سقوط نظام اسلامی انجام شود، اعاده آن به ملت است. برای روشن شدن مطلب نگاهی به سرنوشت تاریخی حاکمیت در ایران بیاندازیم تا هم سابقه کار روشن شود و هم جغرافیای مفهومیش تا اندازه‌ای معین گردد. به مفهوم نمایندگی هم به خاطر بستگیش به حاکمیت اشاره‌ای خواهد شد. زایش مفهوم حاکمیت در غرب بسیار قبل از برآمدن دموکراسی‌های مدرن واقع شد و چند قرن بعد از تثبیتش به عنوان حق فرمانروایی پادشاهان بود که به ملت منتقل گشت. ولی در ایران این مفهوم با مشروطیت و از ابتدا به صورت حاکمیت ملی مستقر گردید. مفهوم حاکمیت ملی لازمه برقراری حکومت مشروطه یعنی دموکراسی پارلمانی در ایران بود. بدون این مفهوم و مفهوم خویشاوندش که نمایندگی باشد، برقراری اختیار مردم ایران بر سرنوشتشان میسر نمی‌گشت. ملت ایران برای اعمال اختیار سیاسی محتاج تشکیل شخصیت سیاسی و حقوقی مستقل بود و به کمک این دو مفهوم قادر بدین کار شد. بیان حاکمیت ملی در اصل 28 متمم قانون اساسی مشروطیت درج شده است. قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال این قوا را قانون اساسی معین می‌نماید. اگر مفهوم حاکمیت با همین کلمه در قانون اساسی مشروطیت جای نگرفته است، دو دلیل دارد. یکی این که در آن زمان هنوز در زبان فارسی بیان تثبیت شده‌ای نیافته بود. به عنوان مثال در اولین ترجمه اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه که توسط میرزا علی محمد خان اویسی انجام شده و در ضمائم جلد دوم ایدئولوژی نهضت مشروطیت فریدون آدمیت هم آمده، عبارت استقلال و آمریت برای ترجمه آن به کار رفته است. حق استقلال و آمریت مخصوص در ملت است. هیچ کس را نمی رسد که بدون رضای ملت به رتق و فتق امور عمومی بپردازد. جا افتادن حاکمیت که علی‌رغم ظاهر عربی نمایش جزو نوآوری‌های تجددگرایان عثمانی است و از زبان ترکی به فارسی وارد گشته دیرتر واقع شده است. دلیل دوم احتراز از کاربرد کلمه حاکمیت و یا حتی یکی از معادل‌های آن به احتمال بسیار احتیاط محض بر نینگیختن واکنش پادشاه وقت محمد علی شاه بوده است که اصلاً با مشروطه خواهان سر موافقت نداشت. در عرف ایران آن روزگار دولت و ملت در برابر هم تعریف می شد و قرار بود که مجلس بیانگر آرای ملت باشد. حکومت کردن امتیاز دولت بود بر ملت. بنابراین صحبت از حاکمیت کردن و آن را متعلق به ملت شمردن این تصور را پیش می آورد که دولت به نفع ملت حذف شده است و چیزی برای دولت نظام قدیم و در حقیقت برای پادشاه باقی نمانده. روشن بود که این کار می توانست موجب واکنش شاه بشود، به خصوص که او از هیچ دستاویزی برای مخالفت با مجلس و اختلال در کار آن چشم نمی پوشید. حسن عبارت قوای مملکت این بود که هر سه قوه را در بر می گرفت و حاکمیت را شامل می شد، ولی به هر صورت ابهام و کلیتی داشت که کمتر به دعوا میدان می داد و این مسئله را که دولت باید تابع ملت باشد در عمل جا می انداخت. مسئله نمایندگی. مفهوم نمایندگی هم به نوعی پیوسته است به مفهوم حاکمیت، ولی به دلیل نوع برداشتی که از آن رایج است حاجت به توضیح بیشتری دارد. نکته اصلی در باب نمایندگی روشن کردن تفاوت آن با مفهوم وکالت به معنای معمول کلمه است.
در تفکر مدرن سیاسی که با مشروطیت به ایران آمده، مفهوم نماینده که مربوط است به حقوق عمومی از وکیل که مربوط است به حقوق خصوصی متمایز است. در این هر دو مورد شخصی به نیابت از فرد دیگری کاری را انجام می دهد که برای فرد اخیر ایجاد تعهد می نماید، ولی تشابه دو مفهوم به همین جا ختم می گردد. علت این تشابه که گاه موجد خلط آنها می شود این است که نمایندگی نیز مانند دیگر مفاهیم حقوق عمومی از حقوق خصوصی اخذ شده است. به عبارت دیگر مفهوم نمایندگی از دل مفهوم وکالت بیرون آمده. تفاوت اصلی این دو مفهوم در جای آشکار می شود که بپرسیم از طرف که وکیل جایی وارد میدان می شود که موکل از دیدگاه حقوقی شخصیت داشته باشد، سپس با کسب اختیار از او و به نام او اعمالی انجام می دهد. نماینده به معنای اخص شخصیت حقوقی کسی را که نمایندگی می نماید از اصل و در جایی که موجود نیست تأسیس می کند و به آن موجودیت می بخشد، کاری که از وکیل بر نمی آید. بارزترین مورد استفاده از مفهوم نمایندگی مورد ملت است و مرحله اصلی در شکلگیری این مفهوم و مبنا قرار گرفتنش در بحث و عمل سیاسی با تجدد واقع شده است و با تحویل حاکمیت به ملت‌های اروپایی. آنچه هم که در ایران و با مشروطیت واقع گشته در حقیقت تکرار همین فرایند است. ملت از ورای مفهوم نمایندگی است که قادر می‌گردد به مثابه تن واحد عمل کند و حق حاکمیت را نه فقط تصاحب بلکه اعمال نماید. چون تشکیل شخصیت از موضع وحدت و به طور مستقیم از جانب مجموعه‌ای که گاه میلیون‌ها انسان را در خود جای می‌دهد ممکن نیست و باید به واسطه انجام بگیرد و واسطه این کار نماینده به معنای اخص کلمه است. چنین نماینده‌ای تام الاختیار است و به جای ملت عمل می‌کند و طبعاً هر چه که بکند به پای ملت نوشته می‌شود. در ابتدای قرن 20 مفهوم نمایندگی در فرهنگ سیاسی ایران نوپا بود و در فارسی معادل تثبیت شده‌ای نیافته بود و برای ادای آن معمولاً از کلمه وکیل استفاده می‌شد که در حقوق عرفی و شرعی سنتی ایران وجود داشت و برای همه آشنا بود. می‌بینیم که امروز روز هم عبارت وکیل مجلس بسیار رایج است. به طور گذرا یادآوری کنم که اروپاییان هم که در این راه پیشگام بودند در زمان خود گرفتار همین مشکل شدند. دعوا در صدر مشروطیت. مشروطه خواهان در مورد تعریف و تثبیت نمایندگی با دو حریف طرف بودند، یکی شاه و دیگری مذهبیان پیرو نوری. در مورد شاه مسئله روشن بود. تا آن زمان پادشاه نماد وحدت ایران بود و به نام ایران، یعنی به نمایندگی آن واحد سیاسی که ایران نام داشت، حرف می‌زد و عمل می‌کرد. روشن است که مقام و منصب پادشاه انتخاب خوبی نبود و اصولاً کسی نمایندگی را به وی محول نساخته بود. فکر نوینی که با مشروطیت به ایران آمده بود این بود که حق حاکمیت از آن ملت است، نه شاه، و دولت هم مشروعیت و قدرت خیش را از ملت کسب می‌کند. در این میان ملت باید تشکیل شخصیت حقوقی می‌داد تا بتواند حق حاکمیت را اعمال نماید و این کار می‌باید به یاری مفهوم نمایندگی انجام می‌پذیرفت و دو مرحله داشت. اول اینکه مجلس نماینده تمامی ملت ایران محسوب گردد و دوم اینکه هر نماینده مجلس هم به تنهایی نماینده کل ملت باشد و نه فقط آن جزئی از ملت که به وی رأی داده است، تا هر مصوبه مجلس را بتوان به نام کل ملت و در تمامی مملکت به اجرا گذاشت، نه فقط در حوزه انتخابیه نمایندگانی که به آن رأی مثبت دادند. دعوای با شاه بر سر این بود که چه مرجعی محق است به نام ایران صحبت کند، شاه یا مجلس.
رقابت عملی بین شاه جریان داشت و مجلس که نماینده ملت بود واسطه وحدت یافتن ملت و نماد نوین وحدت ملی. دو حریف در عین مخالفت با یکدیگر به مسئله نمایندگی از دیدگاه سیاسی می‌نگریستند. مشکلی که مشروطه خواهان با مذهبیان و به خصوص با شیخ فضلالله نوری در مورد نمایندگی داشتند از قماش دیگری بود و دعوا بر سر موقعیت نمایندگان مجلس در این جبهه صورت حادی گرفت. اینجا مشکل فقط بر سر تعریف نمایندگی و اعمال آن نبود. تعریف حاکمیت و تصاحب آن را نیز شامل می‌گشت و بسیار عمیق‌تر از مورد دعوای با شاه بود. روحانیان به دلیل تربیت فقهیشان که اصولاً محدود است به حقوق خصوصی و از حقوق عمومی در آن چیز دندانگیری نیست، برای درک مفهوم نمایندگی دچار مشکل بودند. آنها نمایندگی را به معنایی که مشروطه خواهان اراده می‌کردند چیزی می‌شمردند از مقوله وکالت عادی. در نهایت هم مشکل و هم موضع‌گیری روحانیان از این امر سرچشمه می‌گرفت که آنچه را مشروطه خواهان حاکمیت می‌شمردند و از آن ملت به حسابش می‌آوردند و به اتکای آن قانون اساسی می‌نوشتند، از اقتدار مذهبی جدا نمی‌کردند و از آن خدا می‌شمردند و تمایلی نداشتند اعمال این اختیار را در نوشتن قانون اساسی بر عهده منتخبین ملت بگذارند. زیرا از دید آنها چنین اختیاری مستلزم پشتوانه‌ای بود که اسماً منحصر به امامان می‌شمردند و چون امام غایب بود خودشان به طور رقیق و نااستوار اعمال می‌کردند. به همین دلیل در چشم نوری و همراهانش منتخبین ملت در نظر رقبای امام زمان و در عمل رقبای روحانیت به حساب می آمدند. به رسمیت شناختن نمایندگی آنها به معنای نوین کلمه به طور غیر مستقیم بر اصل حاکمیت ملت صحه می گذاشت که برای نوری و همفکرانش پذیرفتنی نبود. در کشمکش‌های صدر مشروطیت یکی از براهین مهمی که شیخ فضلالله برای کوبیدن مجلس و مجلسیان و بی‌اعتمار شمردن آرا و تصمیماتشان به کار می‌برد، سوء استفاده از کلمه وکیل و پافشردن بر تفسیر سنتی از آن بود. او مصر بود منتخبان را وکیل به معنای معمول کلمه بشمارد و مدعی بود که وکالت فقط در مواردی نافذ است که مربوط است به حقوق خصوصی و اصلاً دخلی به قانونگذاری ندارد و خودش تابع قواعد شرع یعنی تشخیص روحانیت است و اگر امری مربوط باشد به حقوق عمومی او می گفت امور شرعیه عامه اصلا مشمول وکالت نیست و به حوزه ولایت یعنی امام زمان مربوط می شود. متن رساله حرمت مشروطه در کتاب رسائل مشروطیت که غلام حسین زرگری نژاد گردآوری کرده آمده است. در اینجا هم مثل مورد حاکمیت بالاخره پیروزی از آن مشروطه خواهان شد. اصل دوم قانون اساسی در همان ابتدای کار روشن کرده بود که مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور سیاسی و معاشی وطن خود مشارکت دارند. این اولین سند ابراز شخصیت حقوقی ملت ایران بود در صحنه تاریخ و بیان وحدت یافتنش فارغ از هر عامل دیگر و بی‌نیاز از شاه و مهمترین قدم برای وارد کردن و تثبیت مفهوم مدرن نمایندگی سیاسی در فرهنگ ایران. طبق این اصل مجلس فقط نماینده آنهایی نبود که در انتخاب اعضایش شرکت جسته بودند و به هر صورت با در نظر گرفتن ترکیب جمعیت ایران آن روزگار اقلیت به شمار می آمدند، بلکه نماینده تمامی مردم ایران بود، یعنی اختیار نمایندگیش به کسانی هم که وکالتی به کسی نداده بودند تأمین می یافت. مشروعیت مجلس
و اختیارش برای نوشتن قانون اساسی فقط می توانست از نمایندگی کل ملت منبعث گردد، نه از جمع آمدن 2 شاهزاده و 3 آخوند و 4 پیشور. وحدت ملت در برابر پادشاه که تا آن زمان تنها نماد وحدت سیاسی ایران بود، به این طریق حاصل شدنی بود و شد. این واقعه پژواک تاریخی آنچه بود که در ابتدای انقلاب فرانسه واقع گردید و مجلس سنتی و طبقاتی که نمایندگان 3 طبقه اجتماعی، اشراف، روحانیان و باقی مردم را در دل خود جا داده بود، به ابتکار خویش و به نام و اراده ملت تغییر ماهیت داد و نماینده ملت فرانسه شد و نام مجلس مؤسسان گرفت. این مسئله که بالاخره منتخبین مجلس در نهایت وکیل به معنای محدود و سنتی کلمه هستند یا نماینده ملت به معنای جدید کلمه، در متمم قانون اساسی روشن شد. تا موقعی که این ابهام رفع نشده بود، نگارندگان قانون اساسی در همه جا از کلمه منتخب استفاده کردند تا گرفتار تفسیر نابجای کلمه وکیل که از ابتدای انقلاب و در طول گزینش نمایندگان طبقات مختلف به کار رفته بود نشوند. در نهایت رفع ابهام با کاربرد کلمه نوین نماینده انجام نگرفت، بلکه با تعریف دوباره کلمه وکیل در متن قانون انجام شد. روشن کردن معنای جدید وکالت که هیچ ارتباطی به معنای سنتی و محدود آن نداشت، در اصل 30 متمم قانون اساسی صورت گرفت. وکلای مجلس شورا و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نمودند. این کار دنباله منطقی همان اصل دوم قانون اساسی بود، زیرا گستره نمایندگی را که در آن اصل در مورد کل مجلس معین شده بود، به تک تک منتخبین مردم تعمیم می‌داد و موقعیت آنها را به کلی از وکیل به معنای سنتی آن متمایز می‌نمود. دیگر روشن بود که مصوبات مجلس که به ندرت ممکن است به اتفاق آرا تصویب شود، در تمامی مملکت لازم الاجراست و نه فقط در نقاطی که وکیلشان مصوبه را تایید کرده است. مهمترین تمایز بین وکالت و نمایندگی به این ترتیب بود که در قانون جای گرفت و معنای وکالت مجلس را از دیگر انواع وکالت متمایز ساخت. در سالهای بعد و طی بازبینی‌های قانون اساسی، در هر اصلی که مورد تجدید نظر قرار گرفت، کلمه نماینده که به سرعت جا افتاده بود، جایگزین منتخب که در دوران تردید و کشمکش به کار رفته بود و وکیل که معنای جدیدش در متن خود قانون روشن شده بود گشت و کل قانون اساسی بالاخره از این بابت یک دست شد. عباراتی از قبیل مظهر اراده ملی یا تجلیگاه اراده ملت که سالها به مجلس شورای ملی اطلاق می‌گشت و برای همه ما آشناست، برخاسته از تعریف جدید و دموکراتیک نمایندگی ملت بود.